بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت در خدمت شما عزیزان هستیم تا برای تک تک شما حقجویان عزیز و گرامی ثابت بکنیم آن کسانی که اینها ادعا می کنند که حجت بلافصل بعد از پیامبر و امام و خلیفه و جانشین ایشان هستند دروغی بیش نیست، بلکه میخواهند با سرهم کردن روایات دروغ و منسوب به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آن خزعبلاتی که در لابلای اوراق تاریخ وجود داره این حجت بودن و امامت دروغین رو ثابت بکنند. ما در قسمت هایی که گذشت در مورد موضوعات مختلف در این برنامه صحبت کردیم، قضیه امامت و ابوابی که در کتاب حجت اصول کافی وجود داشت. منتها مسیر برنامه بعد از 15 شعبان و برنامه هایی که در مورد امام زمانی که ادعا میکنند به دنیا اومده و در آخر از زمان میاد و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه بحث شروع شد و خلاصه مسیر برنامه طوری عوض شد که بعد از ماه مبارک رمضان هم تصمیم گرفتیم در مورد امام زمان، این موهوم خیالی که در دین روافض وجود داره صحبت بکنیم و ثابت بکنیم که اینها یک موهومی رو میپرستن که اصلا وجود نداره. ما قبلا به همراهی جناب مولانا عبدالقدوس دهقان در باب مولد صاحب رو در کتاب کافی بررسی کردیم و دیدیم که از تقریبا 34 حدیثی که در این باب وجود داشت فقط 4 حدیثش میشد بهش اعتماد کرد که این 4 حدیث هم ولادت امام زمان رو ثابت نمی کرد بلکه علم غیب ایشون رو ثابت می کرد. در هفته‌ای که گذشت ما سری زدیم به باب الغیبه در کتاب اصول کافی. دوستان عزیز اگر که این صفحه رو داشته باشن، این کتاب الکافی است، جلد اولش از محدث جلیل و عالم فقیهشون شیخ محمد ابن یعقوب کلینی المعروف به ثقة الاسلام کلینی. این ثقة الاسلامشان که این همه القاب براش گذاشتن و بهش اعتماد دارن، همون کسی است که اعتقاد داره که قرآن که بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده بیش از 17,000 آیت بود. ما در برنامه امروز در ادامه همین بحث کتاب غیبه‌ای که در اینجا وجود داره خدمت شما عزیزان روایات دیگری رو بررسی خواهیم کرد. عزیزانمون اگر نشون بدن در اتاق فرمان، این باب فی الغیبه در مورد غیبت امام زمان هست که در این باب حدود 31 حدیث وجود داره. بله 31 حدیث وجود داره و احادیث 15 و 27 شو که گفته بودن احادیث صحیح هست. ما در هفته گذشته مفصل این رو خدمت شما بیان کردیم و در مورد این احادیث جناب مولانا صحبت کردن. حدیثی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم حدیث صحیح دیگری که البته تردیدی وجود داره در نزد کلینی در مورد این حدیث شماره 17 هست که جناب مولانا مفصل انشاءالله در این مورد صحبت خواهند کرد. من عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان، استاد محترم علوم اسلامی، کارشناس برنامه که واقعا ما از حضور ایشون در برنامه هایی که گذشت استفاده کردیم و امیدواریم که صحبت هایی که در این برنامه میشه در میزان حسنات ایشون و ما و شما بینندگان عزیز و گرامی قرار بگیره. الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. منم خدمت شما و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی و همچنین بینندگان عزیز انشاءالله خواهم بود. جزاکم الله خیر. جناب مولانا ما حدود 2 هفته در مورد اثبات غیبت یا عدم وجود امام زمان موضوع برنامه رو این قرار دادیم. این تصمیه از طرف جناب شما بود و اگر بیشتر توضیح بدید در مورد این که بینندگانی که اگر هفته گذشته برنامه ما رو ندیدن بیشتر متوجه بشن که هدف چی است. یعنی شما میفرمایید که به جای اینکه بیاد وجود امام زمان رو کلینی ثابت بکنه اومده علم غیبشون رو ثابت کرده یا غیبتشون رو ثابت کرده. اون گونه که شما اشاره کردید در این باب روایات از میان 31 روایتی که در این باب اومده، روایاتی که
آقای مجلسی تصحیح کرده، گفته اینا صحیح هستند، فقط 2-3 روایت بیشتر نیستند که ما حدیث 15 و حدیث 27 رو در جلسه قبل بررسی سندی کردیم. البته چون که 2 راوی بسیار سرشناس و مورددار توی این 2 روایت بود، ما فقط به همین نقد مختصری در مورد رواتش اکتفا کردیم. روایت 15 که گفته بود صحیح هست از علی ابن حکم بود و روایت 27 هم هشام ابن سالم هست. هشام ابن سالم و علی ابن حکم همون کسانی هستند که در همین کتاب اصول کافی در جلد دومش روایت کردند که قرآنی که الله متعال بر جبرئیل نازل کرده بود و جبرئیل اینو بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل فرمود، این قرآن 17,000 آیه بوده. و مجلسی هم در کتاب مرآت العقولش اومده و این روایت رو گفته که موثق و صحیح است و این ادعا رو کرده که روایات تحریف قرآن نزد شیعه متواتر هست، به گونه‌ای که اگر ما این روایات رو ما ترک بکنیم، اصلا امکان ترک این روایات و کنار زدن این روایات وجود نداره و اگر ما این روایات رو و این راویان رو ترک بکنیم، پس بنابراین اصل مذهب رو و اصل امامت رو باید کنار بگذاریم. یعنی امکان ندارد که اثبات امامت ائمه 12 رو هم داشته باشیم و روایات تحریف رو در کنارش ما رد بکنیم. این 2 لازم و ملزوم یک دیگر هستن. این 2 روایتی بود که ما قبلا دربارهش صحبت کردیم و همچنین درباره سندش و همچنین متنش رو هم مورد بررسی قرار دادیم. امروز انشالله میپردازیم به روایت 17 این باب که آقای مجلسی در این کتاب مرآت العقول خودش این حدیث رو یا صحیح گفته یا به روایت دیگر مجهول. یک از راویانش به نام علی ابن حسن هست. اگر علی ابن حسن باشه که حدیث صحیح هست و اگر علی ابن حسین باشه که مجهول هست. به فرض این که این روایت از علی ابن حسن باشه که این در واقع در بیشترین نسخه های اصول کافی از همین علی ابن حسن روایت شده. اما درباره مطلبی که شما اشاره کردید که این عنوان این برنامه و همچنین عنوان برنامه قبل ما این بوده که اثبات غیبت مهدی یا اصلا اثبات عدم وجود مهدی. من معتقدم که آقای کلینی به جای این که در این باب که عنوانش رو گذاشته باب غیبت برای اثبات غیبت امام زمان، یعنی وجودش، زنده بودنش، منتها غیبت امام زمان 31 روایت رو آورده، تعداد زیادی از روایات همین باب دلالت بر عدم وجود مهدی دارند. روایات متعددی من جمله این از این 31 روایتی که در اینجا هست دلالت دارند بر عدم وجود مهدی. به طور مثال من چند مورد را خدمت شما عرض می کنم. در همین باب الغیبه حدیث روایت شماره 14 اصول کافی جلد 1 صفحه 339 هست و این مطلب من میخوام بهش اشاره بکنم. در صفحه 340 این کتاب اومده. در اینجا این روایت 14 و همچنین روایت 21 روایت 14 این باب و روایت 21 این باب به جای این که غیبت امام زمان را ثابت بکنند، اصلا معدوم بودن و عدم وجود امام زمان خیالی رو در واقع ثابت کرده. در این روایت من سندش رو میخونم که در اینجا روایت 14 است. علی ابن محمد از سهل ابن زیاد از موسی ابن القاسم ابن معاویه بجلی هست این روایت کرده در همین باب غیبت خودمون. من فقط این روایاتی که گرچه در این مورد روایات دیگری در کتب شیعه هست، اما من فقط میخوام در این باب از روایات خود این باب استفاده بکنم. روایات دیگری که در این زمینه در کتاب‌های دیگر وجود دارد فعلا من به اون نمیپردازم. از علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر علیه السلام اومده در تفسیر این آیه که فی قول الله عز و جل قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر این آبی که شما دارید ازش استفاده میکنید آب زیرزمینی هست، اگر این در زمین فرو برود، اگر این آبی که شما می نوشید اگر در زمین فرو برود، چه کسی برای شما آب گوارایی رو دوباره پدید می آورد؟ در اینجا تفسیری که از موسی بن جعفر در اینجا نقل شده این است که قال اذا غاب عنکم امامکم، زمانی که امام شما غایب بشود،
اذا غاب عنکم امامکم، زمانی که امام شما غایب بشود. اینو دوستان توجه بکنند که بحث غیبتی که اومده در میان ائمه اثنا عشر این در مورد امام مهدی هست. ائمه دیگری که بودند هیچ کدوم از اونها غایب نبودند، حاضر بودند، حضور فیزیکی داشتند در جامعه و به عنوان امام مطرح بودند، منتها تقیه می‌کردند. شیعه معتقد است که در حالت تقیه زندگی می‌کردند، هیچ یک از اونها غایب نبود. پس بنابراین همون گونه که خود آقای کلینی این روایت رو در این باب آورده برای اثبات غیبت امام زمان و مهدی خودش، این در واقع حدیث هم برای مهدی، تنها بر مهدی بر اساس عقیده شیعه صدق می‌کند و بر بقیه ائمه صدق نمی‌کند. میاد اذا غاب عنکم امامکم، زمانی که امام شما غایب بشود و ناپدید بشود امام شما، فمن یأتیکم به امام جدید. این نکته خیلی مهم است. فمن یأتیکم به امام جدید، چه کسی برای شما امام جدیدی می آورد؟ کسی غیر از الله متعال نیست. یعنی وقتی که امام مهدی، امام غایب بشود، از بین برود، بعد از این امام جدیدی رو میارند. این تفسیر خود امام هست، امام موسی کاظم هست، موسی بن جعفر هست که میگوید که تفسیر این آیه این است که اذا غاب عنکم امامکم، وقتی که امام شما غایب بشود. امامی که غایب شده مهدی هست، کسی غیر از مهدی غایب نشده. فمن یأتیکم به امام جدید، چه کسی برای شما امام جدید رو میآوره؟ نگفته که فمن یأتی به من جدید، اینو دوباره کی میاره؟ گفته فمن یأتیکم به امام جدید، بعد از ایشون امام جدیدی که برای شما میاره. یعنی این که شیعه باید منتظر باشند که یک امام جدید دیگری بعد از غیبت امام مهدی، زیرا که ایشون غیبت کردند، خصوصا این که الان صدها سال و قرن هست که ایشون غیبت کردند و نیومدند، باید منتظر امام جدیدی باشند. بله جناب مولانا، از تفسیری که امام موسی بن جعفر کرده از این آیه مبارکه که این اصبح ماؤکم غورا، در قضیه آب اگر ببینیم، خب وقتی که آبی در زمین فرو بره، ناپدید بشه، زمین این آبو ببلعه، خب در اینجا انسان‌هایی که در این منطقه زندگی میکنن دچار مشکل میشن، تشنه میشن، نیاز به آب دارن، آب وجود نداره. پس وقتی آب وجود نداشته باشه از تشنگی میمیرن. وقتی که اینو امام تفسیر میکنه که اذا غاب عنکم امامکم، میشه به این معنی هم تفسیر کرد یا برداشت کرد از این روایتی که در کتاب وجود داره که وقتی امام که غایب میشه، اون مواردی که ما میتونستیم از امام استفاده بکنیم، چه در مسائل دنیوی و چه در مسائل اخروی، اونا همه با امام ناپدید میشه. پس عدم امام یعنی عدم علم، عدم به اصطلاح اون فرامین و دستوراتی که ما به عنوان پیروان امام از اونها متابعت بکنیم. پس امام که نباشه دیگه عدم ایشون هیچ سودی نه به دنیای ما نه به آخرت ما داره. این مطلبی که شما اشاره کردی یک واقعیتی هست. غیبت امام یعنی عدم وجود فعلی امام، یا به صورت کلی عدم وجود اصلی و فیزیکی امام، اصلا عدم ولادت امام، هر دو تا معنیش یکی هست. و این اعتراف رو متاسفانه خوشبختانه اونگونه که در هفته قبل مطرح کردیم، خود آیت الله محسنی این اعتراف رو کرده بود که کسانی که معتقد باشند که امام زمان فعلا برای ما نفع تشریعی داره، نفع دینی داره، به عنوان یکی از اصول امامتش، یکی از در واقع وظایف امامتش یک نفعی به ما میرسه، اینو کسی نمیتونه باور بکنه مگر کسانی که خداوند متعال عقل از اونها گرفته باشه. دقیقاً امام وقتی که غایب هست یعنی هیچ گونه منفعت دینی یا دنیوی از امام احساس نمیشه. پس این روایت اول هست، فقط یک روایت نیست. پس بدن که وقتی میگیم که امام زمانشون هم دین مردم رو نابود کردن، هم آخرت مردم، هم دنیای مردم، قطعا این گونه هست. این از نظر دینی معتقد اصلا تا زمانی که امام زمان نباشه، اصلا امام نماز جمعه نباید برقرار بشه، حکومت اسلامی نباید باشه، هر رعیتی و هر در واقع پرچمی ندایی که قبل از امام زمان باشه اون در واقع طاغوت هست و در واقع نباید به اون ایمان آورد، نباید به اون بیعت کرد و بسیاری از احکام شریعت برای ما الان مهمل مونده، انجام نمیشه. دین ناقص هست، ایشون جزء اصول دین هست و عدم وجود امام به معنی این است که یکی اصلی از اصول دین در واقع از بین رفته. این پس بنابراین این یک واقعیت هست که
عدم وجود امام به این معنی هست که یعنی نه نفع دنیوی دارد و نه نفع اخروی دارد، یعنی به تعبیری که شما اشاره کردید هم دین مردم رو خراب کرده و هم دنیای مردم رو. خب این یک روایتی بود. در اینجا میگه وقتی که امام غایب بشود امام جدید برای شما چه کسی می آورد؟ قطعا خدا میاره. بعد از مهدی که الان رفته غایب شده قرار هست یک امام دیگری بیاد، بنابر این روایت و این امام جدیدی هست. روایت دیگری در این زمینه باز هم همین مفهوم رو میرسونه که فعلا امامی وجود نداره، نه این که امام وجود داره و در حالت غیبت هست. روایت بعدی اینو میگه که اصلا امامی وجود نداره. در اینجا هم این اشاره میکنه وقتی که امام غایب بشه امام جدید رو کی میاره؟ یعنی خداوند متعال میاره. پس بنابراین امامت مهدی با غیبتش از بین رفته و باید منتظر باشیم که امام جدیدی بیاد. در روایت 21 این مطلب به این گونه اومده که فعلا اصلا امام زمانی وجود ندارد. این روایت از ابو عبدالله هست که روایتش کرده. روایت اولی از امام موسی بن جعفر بود، این روایت دومی از پدرش است. در این روایت من فقط همون آخر این روایت رو میخونم و روایت 21 این باب هست. احمد ابن ادریس این روایت کرده و نهایتا از ابی حمزه سومالی هست. قال دخلت علی ابی عبدالله، من نزد امام ابو عبدالله یعنی جعفر صادق من رفتم، فقلت له انت صاحب هذا الامر الی آخر این روایت. در قسمت آخر این روایت که در واقع آخرین قسمتش هست و آخرین جملهش هست میگوید که قال الذي يملأها عدلا كما ملئت ظلما و جورا، امام زمان یا امام مهدی صاحب هذا الامر اون کسی هست که این دنیا را پر از عدل و داد میکند بعد از این که پر از ظلم و جور و ستم شده. على فترة من الائمه، على فترة من الائمه، در زمان انقطاع ائمه. فترت در میان حضرت عیسی و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این زمان میگن زمان فترت هست، یعنی زمانی که هیچ گونه پیامبری در این وسط وجود نداشته. زمان فترت یعنی زمانی که امامی یا در واقع پیامبری اصلا وجود نداشته. در اینجا این تشبیه میکند عدم وجود امام را به فترت امام. علی فترة من الائمه یعنی زمان انقطاع ائمه، زمانی که اصلا امامی وجود ندارد. کما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعث على فترة من الرسل، همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از یک فتره، بعد از یک فاصله، بعد از یک زمانی که در اون پیامبر وجود نداشته رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند. اینو قیاس کرده بر بعثت رسول الله بعد از حضرت عیسی علیه السلام که در این وسط هیچ امامی وجود نداشته. پس بنابراین این روایت هم دلالت بر این داره که فعلا امامی از جانب الله متعال وجود نداره و بنابر روایت قبلی باید منتظر امام جدیدی باشیم. پس بنابراین آقای کلینی به جای این که بیاید در اینجا غیبت امام زمان رو ثابت بکنه عملا اومده و عدم وجود امام زمان خودش رو ثابت کرده. در این زمینه مطالب دیگری هم هست که اینو تایید میکند و خلاف این عنوانی هست که آقای کلینی این باب رو منعقد کرده که انشاءالله در لابلای برنامه به این مطالب هم اشاره خواهند کرد. جزاکم الله خیر. جناب استاد، ما دو حدیثی که صحیح بود، حدیث 15 و 27 رو بررسی کردیم در هفته که گذشت. در مورد حدیث 17 شما مطلبی اشاره فرمودید در پشت صحنه برنامه که در مورد این حدیث متردد هست. به چه معنی قضیه تردد ایشون؟ این روایتی که روایتی هست که بنابر با اسناد قبلی در اینجا ذکرش کرده. در اینجا روایت 17 من این روایت رو بخونم، سندش رو میگه و به هذا الاسناد، یعنی با توجه به سند روایت قبلی. سندش همون سند روایت قبلی هست. ان الوشا ان علی ابن روایت 16 سند روایت 16 هست با یک تفاوتی که در اینجا وجود دارد. و به هذا الاسناد ان الوشا ان علی ابن الحسن ان ابان ابن تغلب. این سندی هست که در اینجا ذکرش کرده. در اینجا علی ابن الحسن که در اینجا آمده، ان علی ابن الحسن، آقای مجلسی در این باره میگه صحیح اذا الظاهر ان علی ابن الحسن هو الطاطری. اگر این علی ابن حسنی که در اینجا در سندش اومده اگر این علی ابن حسن طاطری باشه پس بنابراین این روایت صحیحی است. و اگر این علی ابن حسن نباشه در اینجا علی ابن حسین باشه
به جای علی ابن حسن اگر علی ابن حسین رو ما تصور بکنیم، در این صورت آقای مجلسی میگه پس بنابراین این روایت میشه روایت مجهول. در پاورقی همین کتاب در اینجا مطلبی رو ذکر کرده، از خود این مطلب رو از خود مجلسی ذکر کرده. پاورقی شماره 3 است. فی بعض النسخ علی ابن الحسین، در برخی از نسخه های کتاب اصول کافی به جای علی ابن حسن اومده علی ابن حسین و هو مجهول، این علی ابن حسین مجهول است. پس بنابراین این یک ترددی هست که از جانب خود آقای مجلسی بوده که اگر این راوی علی ابن حسن باشه بنابر اکثر روایت در اصول کافی، پس بنابراین این روایت صحیح خواهد بود، و اگر این علی ابن حسین باشه این علی ابن حسین یک راوی مجهولی هست، پس بنابراین این روایت هم میشه یک روایت مجهول. و منتها چون که اینو ترجیح داده که این روایت همون بیشترین روایتی که وجود داره و بیشترین نسخه‌ای که وجود داره این همون روایت علی ابن حسن هست. به هر صورت چون که در اینجا مظنه و گمان این هست که این روایت جز روایت صحیح باشه، فعلا ما این روایت رو بر اساس این که این روایت یک روایت صحیح هست اینو بررسی میکنیم، ببینیم که این روایت چه مطالبی رو برای ما بیان میکنه. جناب استاد مطلبی رو که شما اشاره فرمودید از مرآت العقول دوستانمون نشون بدن در اتاق فرمان. این جلد 4 صفحه 51 الحديث السابع عشر صحيح إذا لظاهر أن علي بن الحسن هو الطاطري وفي بعض النسخ علي بن الحسين فيكون مجهولا. این مطلب اومده. بله این روایت رو من با سندش کاری ندارم، من سندش رو در اینجا بررسی نمی کنم، زیرا که خودش یعنی این احتمال داره که این روایت مجهولی باشه. بله اینو بذاریم کنار، میریم رو این مطلب که بالفرض این روایت صحیح باشه، ببینیم که محتوای این روایت چی هست. آیا محتوا و مفاد این روایت قابل قبول شیعه هست یا نیست؟ آیا عملا شیعه امروز بر مقتضای این روایت و محتوایش عمل میکنن، معتقد هستند یا خیر؟ میاد به هذا الاسناد یعنی الوشاء عن علی ابن الحسن عن ابان ابن تغلب قال ابو عبدالله، روایت از امام جعفر صادق هست. قال كيف انت اذا وقعت البتشة بين المسجدين، كيف انت اذا وقعت البتشة بين المسجدين، میگه شما چه وضعیتی رو خواهید داشت و چه حالتی و تصوری رو خواهید داشت زمانی که در میان دو مسجد جنگ در بگیرد. اذا وقعت البتشة بین المسجدین، زمانی که دو مسجد با هم دیگر درگیر بشوند. بیشتر کسانی از علمای شیعه که این روایت رو در واقع تفسیر کردن، در اینجا منظور از اذا وقعت البتشة بین المسجدین گفتن یعنی این که مکه و مدینه با هم دیگر درگیر میشوند. مسجد الحرام و مسجد النبی کنایه از این دو شهر هست، یعنی اهل مکه با اهل در واقع مدینه دچار درگیری میشوند، یک اختلاف عظیمی در میان اینها به وجود میاد. و ان شاء الله که این در واقع آرزو رو و این علامت رو شیعه و هر کسی که بدخواه اسلام و بدخواه مکه و مدینه و مسلمانان هست این آرزوی خودش رو به گور ببره که قطعا چنین چیزی ان شاء الله اتفاق نخواهد افتاد. منتها چیزی هست که در این روایت در اینجا اومده، این نقطه اول هست. اولین مطلبی در اینجا اومده یعنی این که در میان دو تا مسجد، البته این تفاصیل دیگری را و تفسیرهای دیگری ذکر کردن. یکی از تفسیراتش این است که این جنگ و درگیری در میان مکه و مدینه هست و مسجد حرام و مسجد نبی هست. حالا در طبق روایتی که خودشون دارن جناب استاد، امام زمان کار دو تا گروه رو آسان کرده، یعنی ایشون هم مسجد الحرام رو خراب میکنه هم مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم. بله این در واقع خب ایشون میاند حکم میکنند و میخوان این اختلاف از بین ببرند دیگه، صلح میکنند و راه صلح اینه که هر دو تا مسجد خراب بشه دیگه تا اینکه اصلا اختلافی به وجود نیاد. خب این یک علامت، این در واقع این روایت علامت های ظهور مهدی رو برای ما بیان کرده. علامت اول این که در میان دو تا مسجد یعنی مکه و مدینه یک اختلاف عظیمی در میان مسلمانان ایجاد می شود و جنگی در واقع رخ می دهد. مطلب دوم فیعرض العلم کما تعرض الحیة فی جحرها، مطلب دوم این که علم از میان می رود، علم مانند یک ماری در سوراخ خودش گم می شود و پنهان می شود. این تشبیه کرده به این همان گونه که یک حیوانی حشره‌ای یا ماری داخل سوراخش می رود و اثری از اون باقی نمی ماند، این نهایتاً علم به صورت کلی از بین خواهد رفت. این علامت دوم هست. و علامت سوم واختلفت الشیعة و شیعه با هم دیگر اختلاف بکنند. شیعه باید در میان خودشون اختلاف بکنند و سما بعضهم بعضا کذابین، و برخی از شیعه ها برخی دیگر را کذاب بنامند.
برخی از شیعه ها برخی دیگر را کذاب بنامند و تفل بعضهم فی وجوه بعض و بر چهره یکدیگر به صورت یکدیگر تف بیاندازند. این در واقع علاماتی است که برای ظهور امام زمان در اینجا ذکر شده. قلت جعلت فداک ما عند ذلك من خیر، من فدای شما بشم، در اون صورت دیگه خیری نیست. وقتی که اینجوری باشه دو تا مسجد با هم دیگر اختلاف داشته باشند، درگیر بشوند، علم به صورت کلی از بین برود و به جاش این جهل در واقع بیاید و شیعه با هم دیگر اختلاف شدیدی رو داشته باشند و شیعه برخی از این شیعه برخی دیگر رو کذاب بنامند و این شیعیان بر چهره و صورت یکدیگر توپ بیاندازند، این 5 علامت در اون زمان خیلی اصلا وجود نداره دیگه. در ادامه امام فرمود فقال لی الخیر كله عند ذلك، الخیر كله عند ذلك، الخیر كله عند ذلك. تا 3 مرتبه این جمله رو تکرار کردن که تمام خیر و تمام میمنت و تمام نیکویی و تمام برکت در همون زمان است. یعنی زمانی که این دو تا مسجد با هم دیگر درگیر بشوند، زمانی که علم وجود نداشته باشه، زمانی که شیعه با هم دیگر اختلاف بکنند، زمانی که شیعه یکدیگر رو در واقع دروغگو بنامند، زمانی که بر چهره یکدیگر توف بیاندازند، این زمانی هست که زمان میمون و مبارکی هست که مسلمانان در اون زمان باید این انتظارش رو باید بکشن. من با توجه به این روایت که در اینجا اومده چند نقطه در اینجا قابل ذکر و قابل تأمل هست. روایت قبل از این که اولین که به اصطلاح جنگی که اتفاق می‌افتاد، من به این مطلب زیاد نمی‌پردازم. مطلب دومی که در اینجا اومده که این که میگوید که فیعرض العلم کما تعرض الحیة فی جحرها، علم به صورت کلی از بین می رود مانند یک ماری و در واقع حشره یا موجود دیگر خزنده‌ای که در داخل سوراخ برود و گم بشود، این علم به صورت کلی از بین می رود. خب الان ببینیم ما به جای این که شیعه امروز در طول 1200 سال تا به امروز هی دعا میکردند که اللهم عجل لولیک الفرج، عجل الله فرجهم الشریف، و این جیم هر جا می نویسند عجل فرجهم، العجل العجل در دعاهایشون میانند، در زیارتنامه ها اینو میخونند. این به جای این در واقع بیان باید دعا بکنند. یعنی این دعایی که میکنند برای ظهور امام زمان، این دقیقاً به این معنی هست که باید دعا بکنند که خدایا شیعه رو به جان یکدیگر بیانداز، ای خدا علم رو از بین ببر و علم از بین رفتنش به معنی از بین رفتن علما هست. ای خدا روزگاری رو بیار که شیعه یکدیگر را دروغگو بنامند، ای خدا روزگاری رو بیار که شیعه بر صورت یکدیگر توف بیاندازند. زیرا تا زمانی که این اتفاقات نیفتد امام زمان هم ظهور نمی کند. شیعه اومدن در طول تاریخ 1200 سال هی دعای فرج کردن اما امام زمان ظاهر نشد. علتش این است که بنابر این روایت که اگر ما اینو قبول بکنیم که این روایت صحیح است، شیعه باید این مقدمات رو فراهم بکنن تا اینکه امام زمان در واقع ظهور بکنن. اولا این علم باید از بین برود. این همه مؤسسات علمی شیعه که وجود دارند، این همه چاپخانه هایی که وجود دارند، این همه مدارس و حوزه هایی که وجود دارند، اینها رو باید همه از بین ببرن. اینها بزرگترین مانع در راستای وجود و ظهور حضرت امام مهدی هست. این روایت صراحتاً میگه تا زمانی که علم وجود داره و تا زمانی که جهل ظهور نکرده در میان مردم، این روایت البته در بحرالانوار هم اومده و در چندین کتاب دیگر، تا زمانی که علم وجود داره امام زمان در واقع نمیاد. این یک جناب استاد گرچه اینو میشه تعبیر کرد به چیز دیگه، یعنی تقریبا این اتفاق افتاده فعلا، یعنی مخفی شدن علم و از بین رفتن علم داره، یعنی به اصطلاح مشاهد است امروز در ایران، خاصتا حالا در اوضاع علمی، خاصتا در حوزه علمی قم که میشه گفت مرکز علمای تشیع به اصطلاح صفوی و رافضی است. ما امروز می‌بینیم کسانی که لقب آیت الله رو یدک میکشند و القاب آنچنانی هم دارن، حتی شاگرداشون به اونا شیخ مفید زمان هم میگن، اما آنچه که تقدیم مردم میکنن غیر از دروغ و تلبیس و خیانت چیزی نیست. یعنی مطلب علمی ندارن که به مردم بگن. آیا فکر نمی کنید که این علامت به وقوع پیوسته؟ باز هم یعنی به نظر من به صورت کامل اتفاق نیفتاده.
اگر واقعا این روایت هم روایت صحیح است، اگر واقعا به صورت کمال برسید میرسید باید ظهور میکرد امام زمان. یعنی منتظر بدتر از این بله باشیم؟ بدتر از این هم باید باشیم که این اتفاق باید بیفته و گذشته از این که این علم به صورت کلی از بین میره و این شبکه های شیعه باید کلا تعطیل بشه. شبکه های دینی که دارن، همون گونه که الان به قول شما شروع شده داره، یعنی ادعا کردن که برخی از این شبکه ها رو تعطیل کردن. مدارس و مؤسسات علمی که در این راستا کار میکنن تا اینکه فرهنگ شیعه رو، فرهنگ دینی رو ترویج بدن، اینها باید از بین بره تا اینکه امام زمان در واقع این در زمانی که این جهل به وجود بیاد امام زمان هم در واقع ظهور بکنه. این یک مطلب دوم اختلاف شیعه هست. شیعه باید اختلاف بکنن. این برنامه هایی که متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران امروزه برپا میشه، برنامه وحدت هست و تخریب بین مذاهب است که از دیر وقت شروع شده و دانشگاهی هم به این نام هست، دانشگاه تخریب بین مذاهب. اینها بزرگترین مانع ظهور امام مهدی هست، زیرا که اینا میخوان که اختلاف رو کم بکنن، در میان مسلمانان وحدت ایجاد بکنن، بقیه مذاهب را یا خود مذهب شیعه رو بیارن جمع بکنن. تا زمانی که وحدت وجود داشته باشه، اختلاف از بین برود، این در واقع امام زمان ظهور نمی کند. باید اختلاف باشه، باید دو دستگی باشه و این کارهایی که امروزه حکومت ایران انجام میده که هر مخالفی رو فوراً خفه میکنند، اعدام میکنند، آزادی بیان وجود نداره. حتی از خود علمای شیعه، کسانی که اندک دیدگاهشون متفاوت است با حاکمیت و رهبری، میبینیم اونها رو سر به نیست میکنند. این بزرگترین مانع برای ظهور امام زمان هست. این نقطه بعدی و نقطه‌ای که بعد از این میاد و سما بعضهم بعضا کذابین، این که شیعیان باید خود یکدیگر را کذاب بنامند، یعنی عملا بگن کذاب. امروزه ما میبینیم که مثلا یکدیگر را مینامند حجت الاسلام، ثقة الاسلام، آیت الله العظمی، به جای آیت الله زمانی امام مهدی در واقع ظهور میکند که به جای امام مهدی مثلا میگه الکذاب علی الله، مثلا فلانی، به جای لقب آیت الله باید بگه الکذاب علی الله، زیرا که در این روایت صراحتا اومده تا زمانی که شیعه یکدیگر را دروغگو نپندارند و دروغگو خطاب نکنند، امام مهدی هم ظهور نمی کند. علامت پنجمی که در اینجا اومده و تفل بعضهم فی وجوه بعض، که شیعه باید در چهره یکدیگر، در صورت یکدیگر باید تف بیندازند. به جای اینکه میگن السلام علیکم، دست شما درد نکنه، خوش آمدید، بفرمایید، باید این مقدمات رو از بین ببرند و در چهره یکدیگر تف بیندازند. من میدونم که این موارد سخته. البته مولانا همه این موارد به نظر من اتفاق افتاده. مثلا بعضهم بعضا کذابین. خب الان میبینیم شبکه اهل بیت و ولایت به جان هم دیگه افتاده. این میگه تو مرتد هستی، میگه تو مرتد هستی، این میگه تو زندیق هستی، میگه تو زندیق هستی، این به اون میگه که دجال، این به اون میگه که خب بین خودشون افتادن هم دیگه رو دروغ. و این میگه که نه ولایت فقیه که هست یک امر باطلی است، شما کافرید و فلانید به این اعتقاد، و اونا میگه نه برعکسش، مرگ بر ضد ولایت فقیه. و دیگه این یک حالا توف کردنش هم من به نظرم اگر که با هم دیگه روبرو بشن شاید این کارم بکنن، نه طریق تلویزیون که دیگه کم نیوردن. انشالله که اینها تمام مقدماتی بشه برای ظهور مهدی که این اختلاف کلا دیگه مختومه حساب بشه که ببینیم مهدی ظهور بکنه. اما منتها من این ارزمین بود که به جای این که دعا بکنند که اللهم عجل لولیک الفرج، باید به این موارد بیشتر دامن بزنند، به اختلافات دامن بزنند، به مبارزه بکنند با علم، با آگاهی و با پیشرفت و با نخبگان که به قول شما متاسفانه اینها تمامشون در ایران وجود داره. منتها باید یک مقدار بیشتر بشود تا اینکه امام زمان مطمئن بشه و نهایتاً ظهور بکنه. و یکی دیگر از من نمیخوام که علامت‌های ظهور رو در اینجا مطرح بکنم، منتها یکی دیگر از علامت‌هایی که هم ربط داره به این موارد این است که شیعه باید از وجود امام زمان و از ظهور امام زمان باید ناامید بشوند. تا زمانی که شیعه امیدوار ظهور مهدی هستند، مهدی ظهور نمی‌کند. تا زمانی که دعا میکنند که مهدی یا ظهور بکن عجل الله تعالی فرجهم، مهدی ظهور نمیکنه. زمانی که همه ناامید شدند، دیگه کسی دعا نمیکند برای فرجشون، در واقع دلسرد بشند که امام مهدی دیگر وجود ندارد، بعد از این امام مهدی شاید ظهور بکند. پس بنابراین این همه تبلیغات کردن برای امام 12، این همه اسمش را بردن و این همه جشن گرفتن برای ولادتش، اینها تمام این اقدامات در راستای مهدی زدایی هست.
اینا در واقع نمیخوان مهدی بیاد، به خاطر این کارها رو میکنن. اگر میخواهند که مهدی ظهور بکند باید هیچ نامی از مهدی نباشه، بگذارند که مردم ناامید بشوند، مردم مهدی رو فراموش بکنن، بعد از این شاید که مهدی در واقع ظهور بکند. در این زمینه روایاتی وجود داره در صفحه 370 چندین روایت هست. باب تمحیص و امتحان است که این در جلد 1 اصول کافی هست، صفحه 369. در صفحه 370 چند روایت هست که این مطلب رو بیان میکنن. روایت سوم این باب هست، محمد ابن یحیی اینو نقل کرده و حسن ابن محمد از جعفر ابن محمد، از حسن ابن محمد سیرفی، از جعفر ابن محمد سیقل، عن ابیه عن منصور قال لی ابو عبدالله، امام ابو عبدالله به من فرمودند که یا منصور ان هذا الامر لا یأتیکم، این امر یعنی امر قیام مهدی، ظهور مهدی، لا یأتیکم حاصل نمی شود، نمی آید نزد شما، فراهم نمی شود، الا بعد ایاس، مگر بعد از ناامیدی، به صورتی که مردم کلا ناامید بشن، بعد از این امر تحقق پیدا می کند. تا زمانی که مردم یعنی امیدوار ظهور مهدی هستند چون این اتفاقی نخواهد افتاد. روایت چند این جناب روایت سوم این باب هست، روایت سوم از محمد ابن یحیی هست و از امام جعفر. این باب کراهیت توقیت، این روایت اول، اینم روایت دوم و اینم روایت سوم، احمد ابن محمد ابن خالد. روایت باب تمحیص است، روایت سوم از محمد ابن یحیی هست، باب تمحیص صفحه 370. در اینجا میگه که 370 بله من اینو دوباره ان هذا الامر لا یأتیکم الا بعد ایاس ولا والله حتى تميزوا ولا والله حتى تمحصوا ولا والله حتى یشقى من یشقى و یسعد من یسعد. این اتفاق نمیافتد تا زمانی که مردم کلا ناامید بشوند، تا زمانی که مردم غیربال بشوند و تا زمانی که مردم در واقع امتحان بشوند، تا زمانی که کسانی که بدبخت میشوند بدبخت بشوند و اونهایی که سعید و نیکبخت هستند اونها باقی بمانند. این اشاره داره به این که بیشتر شیعه در واقع از تشیع باید به صورت کلی بر بگردند و افراد خیلی اندک و معدودی باید باقی بمانند که در این مورد من مطالبی رو در جلسات بعدی انشاءالله ذکر خواهم کرد. و همچنین در روایت ششم همین باب، در روایت ششم همین باب همین مطلب با مطلبی دیگر به این گونه این اومده که از محمد ابن حسن هست. این روایت میگه که لا والله، در آخر این روایت لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم، اون چیزی که شما امیدوارش هستید و چشم گردنهایتون و چشمهای رو به اون دوختید اون اتفاق نمیافتد حتی تمیزوا، تا زمانی که شما از همدیگر متمایز بشوید. لا والله ما یکون ما تمدون الیه اعینکم الا بعد ایاس، اون چیزی که شما به اون چشم دوختید و منتظرش هستید اون اتفاق نمیافتد مگر بعد از ایاس، مگر بعد از ناامیدی. تا زمانی که امیدی برای وجود مهدی و برای ظهور مهدی وجود دارد، مهدی در واقع ظهور نمی کنند و قیام نمی کنند. و در واقع نشانه های دیگری هم وجود داره که این نشانه ها امروزه خوشایند حکام شیعه و علمای شیعه در واقع نیست و در راستای عدم این تحقق این علامات به کار میبرند. من توصیه میکنم که برای این که مهدی زودتر ظهور بکند این مواردی رو که در روایات صحیح شیعه اومده است، پس بنابراین این روایات را به زور تحقق بدن، اینها رو در واقع باید ظاهر باشه و نمایان باشه در میان جامعه ما. به محض این که اگر یک عالم شیعه علیه یک فرد دیگری، علیه یک مرجعی حرف بدی رو میزند یا انتقادی میکند، نباید اونو بگیرن زندانی بکنند و خلع لباسش بکنند و که مجبور بشه احیانا از کشور هم خارج بشه. باید اینها رو بگذارن در داخل کشور تا اینکه این اختلاف به وجود بیاد، تا اینکه علم از بین برود، تا اینکه شیعه بعضیشون رو دروغگو بنامند، کذاب علی الله بنامند، تا اینکه در واقع بر چهره یکدیگر توف بکنن، تا ان شاء الله که وقتی که این مقدمات ظهور فراهم شد قطعا امام مهدی بعد از این ظهور خواهد کرد. بله. با امید روزی که در صحن فیضیه شاهد توف انداختن مراجع تقلید به چهره‌های هم دیگه باشیم تا که این انسان‌هایی که سالها مردم رو فریب دادن حقیقتشون برای همه آشکار بشه. دوستان عزیز بیننده، با هم میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشالله ادامه بحث رو در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود. با ما همراه باشید. دروغ آخوند طبسی در مورد امام زمان. آخوند طبسی میگوید
امام زمان دین جدید و کتاب جدیدی نمی آورد و ما روایاتی که چنین گفته باشد نداریم. حال آنکه روایات زیادی در کتب شیعه بر این دلالت دارد که امام زمان روافض دینی جدید و کتابی جدید می آورد و به شریعت داوود حکم می کند. و همینجور این انحراف ادامه پیدا میکنه تا الانم. و امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور میفهمد اسلام واقعی را، نه اینکه دین دیگری برن، نعوذ بالله، نه اینکه قرآن دیگری بیارن، نعوذ بالله، کسی از روایت به این معنا ما نداریم که دین جدید بیارن یا قرآن جدید بیارن. همون دین اسلام را، همون قرآن را احیا میکنن، ولی نه طبق تفسیرها و فهمها و قرائتها و برداشتهایی که حکومتها به نفع خودشون برداشت کرده بودن. مفید در الارشاد از جعفر صادق نقل می کند که ایشان فرمودند: اذا قام القائم عليه السلام جاء بأمر جديد كما دعا رسول الله في بدو الإسلام إلى أمر جديد. هنگامی که مهدی قیام می کند دین جدیدی می آورد، همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روزهای آغازین اسلام به سوی دین جدیدی دعوت کرد. و صفار قمی در بصائر الدرجات از یونس عن حریز روایت می کند که شنیدم جعفر صادق می فرمودند: لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا أهل البيت يحكم بحكم داود وآل داود ولا يسأل الناس بينه. قیامت برپا نخواهد شد تا اینکه از میان ما اهل بیت شخصی برانگیخته می شود و به دین داوود و آل داوود حکم می کند و در کشتن مردم هیچ دلیل و بینه ای نمی طلبد. در کتاب تاریخ ما بعد از ظهور صفحه 738 از امام صادق نقل شده است که يقوم القائم في وتر من السنين إلى أن قال فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء. امام زمان در یکی از سالهای فرد ظهور می کند و به الله سوگند گویا من او را بین رکن و مقام مشاهده می کنم که از مردم برای دین جدید و کتاب جدید و حکم جدیدی از آسمان بیعت می گیرد. دروغ انسان و ملعون خدا و فرشتگان میکنه. مگه معقول کسی که ملعون خدا و فرشتگان شده این انسان به یک وسعتی، به یک نعمتی برسه؟ محاله. دقت کنید آقایان بزرگوار، آقایان کارشناسا، حرفی نزنید که آبرو حیثیت شما در سطح بین الملل بره. کاری نکنید که کوس رسوایی شما حتی عرشیان و فرشیان را هم مبهوت بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با ادامه برنامه حجت بی حجت در خدمت شما بزرگواران هستیم و در مورد روایت 17 که یکی از روایات صحیح کتاب الغیبه هست که در آن در مورد غیبت امام زمان صحبت شده که در حقیقت به جایی که ایشون بیاد اثبات غیبت بکنه، اثبات عدم وجود امام زمان مزعومی که در نزد شیعیان هست رو کرده. من یک نکته رو اینجا اشاره بکنم که بینندگان عزیز و گرامی ما خواستن شیعیان عزیز دچار سوء تفاهم نشن که
وقتی ما این مطالب رو بیان میکنیم از کتب شما، به این معنی نیست که ما به سیدنا مهدی رضی الله تعالی عنه مصلحی که در آخر زمان میاد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آمدن ایشان بشارت دادن نیست. ما این قضیه رو انکار نمی کنیم. این یک حقیقتی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اون بشارت دادن. حالا بر اختلافاتی هم وجود داره در این مورد. بعضی از علمای سنت برداشت دیگری دارن از این روایت ها، بعضی برداشت دیگری دارن، اما تقریبا میشه گفت اکثریت، اجماع امت و علمای اهل سنت بر این هستن که در آخر الزمان امام مهدی رضی الله تعالی عنه میاد و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. منتها فرقش با امام زمانی که شما به اون اعتقاد دارید این است که شما میگید که به دنیا آمده، الان در دوران غیبت هست و ایشون نوابی داشتن که به اسم ایشون خمس جمع میکردن، از مردم پول میگرفتن، به ایشون میدادن و ایشون غیبت صغرا و غیبت کبرا داشتن و الان در دوران غیبت کبرا به سر میبرن و قرآن 17000 آیه‌ای هم که نازل شده بود به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این قرآن هم اختطاف کرده و ربوده و با خودش برده و مسلمان هم تا الان دچار سردرگمی هستن و بعد از مرگ امامی هم کسان دیگری اومدن ادعای مهدویت کردن و در طول این 1400 سال تا امروز خیلیا ادعا کردن که امام زمان هستن، مهدی هستن و حتی به قول آقای قزوینی یکی از آخوندهایی که در قم وجود داره، ایشون ادعا کرده که یکی از دخترای تهرانی هم همسر ایشون هستن و با ایشون رفت آمد دارن و متاسفانه جمهوری اسلامی همسر ایشون رو هم، کسی که ادعای همسری ایشون رو کرده بود، فعلا در زندان به سر میبره و این تناقضات و تضادهایی که در دین و عقیده اینها وجود داره. نکته خیلی مهمی که فرق بین مهدی ما و امام زمان شما هست اینه که مهدی ما میاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه، اما امام زمان شما میاد دنیا رو پر از جرم بکنه، جنایت بکنه، آدم بکشه، شکم زنان حامله رو پاره بکنه، جنینشون رو در بیاره، سرش رو ببره، مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو خراب بکنه، اصحاب و همسران پیامبر رو از قبر زنده بکنه و به اونا شلاق بزنه، بعد جسد اونا رو با آتیش بکشانه، مکه مکرمه رو خراب بکنه، کعبه مشرفه رو با خاک یکسان بکنه، قبله رو انتقال بده و خزعبلات زیادی که در این دین و مذهب وجود داره. جناب مولانا در این قسمت از برنامه اگر در مورد دلیل غیبت ایشون، حالا ما در باب غیبت هستیم در اصول کافی، ایشون چرا اصلا غیبت کرد؟ چرا خیلی میبخشید از این تعبیر، چرا فرار کرد؟ ما در طول تاریخ انبیایی رو داریم که به خاطر دعوتشون با اره های آهنی تیکه تیکه شدن، مثل ابراهیم علیه السلام رو به آتش انداختن و مصیبت های جانکاهی که پیامبران کشیدن، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و یعنی اکثر انبیا. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله سلم سید و سردار اولاد آدم، میبینیم که در راه دعوت خون از رخسار مبارک جاری شد، تهمت ها، شکنجه ها، سختی ها رو کشیدن، اما ایشون تا به دنیا آمد دوران طفولیت یا کودکی خودشون رو هم در غیبت گذراندن، در ناز و نعمت، و الان هم دوران غیبت کبرا رو هم در ناز و نعمت به تنهایی دارن میگذرانن و ملت مسلمان هم به این بدبختی گرفتار کردن و رفتن. این سوال شما یک نکته رو برای من تداعی کرد. شما فرمودید که امام زمان فراری هست. من این مطلب غیبتی رو که شما اشاره کردید، این روایت بعدی هست، من میخوام بررسیش بکنم، روایت 18 که مجلسی این روایت رو گفته موثقون کصحیح، موثقون کصحیح، روایت صحیحش رو بررسی کردیم، این روایت هست و همچنین روایت 25 هست که مرسلون کصحیح، اون بررسی هم خواهیم کرد. منتها این روایت 18 در اینجا میگه موثقون کصحیح که علت غیبت رو در اونجا بیان کرده. منتها قبل از این به عنوان یک نوع در واقع نمیدونم فکاهی هست، سرگرمی هست، بر چیزی باشه، شما اشاره کردید که مهدی شیعه ترید هست و به اصطلاح رانده شده هست یا فراری هست. این ترید به معنی فراری، ترید یعنی فراری، کسی که طرد شده و در فعلا فراری هست. اتفاقا این یک از نامه های برگزیده مهدی هست.
سبحان الله. بله، این که میگه که فراری، این فراری بودنش یا رانده شدهش، این یکی از نامه‌های مهدی هست که الطرید در واقع یکی از نامه‌ها یا القاب مهدی است. من جالب بود امروز صبح در دفترم نشسته بودم و این مطلب رو بررسی می‌کردم و اتفاقا کتاب النجم الثاقب رو من مطالعه می‌کردم در این زمینه، در باب غیبت می‌خواستم مطالبی رو از این کتاب دریافت بکنم. دیدم که در اونجا این لفظ الطرید جزء نامه‌هایی بود. آقای طبرسی، نوری طبرسی، که در واقع همون کسی است که اون کتاب تحریف قرآن را نوشته، کتاب در واقع که برای اثبات تحریف کردن قرآن هست، که در واقع صدها روایت رو در اونجا جمع کرده برای اثبات تحریف قرآن. یک کتاب دیگری دارد به نام النجم الثاقب که اینو درباره احوال امام غایب نوشته. در این کتاب تقریبا بالغ بر 180 نام رو ذکر کرده، بالغ بر 180 نام و لقب و در واقع ویژگی رو برای امام زمان خودشون ذکر کردن. یکی از این نامه ها همین الطرید هست که فراری به اصطلاح یا این که رانده شده هست و این اسم شماره 87 در این کتاب بود که آورده بودم. و نقطه دیگری که من نظرم رو جلب کرد و برای من یعنی تازگی داشت و برای اولین بار بود که این اسم رو در واقع تعدادی از اسمهای مهدی رو در یک کتاب من میدیدم که ایشون گفتم که اون که عرض کردن 180 تا نام رو ذکر کرده و جالب است من چند مورد از این نامه‌های مهدی رو در اینجا ذکر کردن. این نامه‌هایی هست که بگیم خوشبختانه یا متاسفانه امروزه شیعه ها خودشون از نامه‌های مهدی خودشون هم خبر ندارن. در واقع این معرفت امام مهدی رو، شناخت امام مهدی رو ندارن. اگر شیعه قرار هست امروز مهدی خودشون رو بشناسند که چی هست و چی ویژگی‌هایی دارد، اولین قدم برای شناخت و معرفت مهدی این است که نام مهدی رو بدونن. اصلا نامه‌های مهدی و صفات مهدی و ویژگی‌های برگزیده مهدی چه مواردی هستند. برای این که شما بخواید مهدی رو بشناسید و معرفی بکنید، اولین قدم این است که شما باید نامه‌هایش رو بدونید. یکی از نامه‌هایش همین الطرید است، چون که بحث خوف بود در اینجا که در این روایت 18 بحث خوف. یکی از نامه‌هایش هم الخائف هست، یعنی ترسو. یکی از نامه‌هایی که برای مهدی، منتها این نام رو من هرچی گشتم در کتاب النجم الثاقب در اونجا پیدا نکردم. این در کتاب‌های دیگری اومده مانند بحار الانوار جلد 53 صفحه 172 و کتاب‌های دیگر. یکی از نامه‌های مهدی خائف هست. خائف به معنی کسی که میترسد، ترسو هست. جلد چندم؟ جلد 53 صفحه 172. غیر از این نامه‌های دیگری که مهدی داشت برای من واقعا جالب بود، یکی نام ابوبکر بود. نام ابوبکر یکی از نامه‌های مهدی هست. این نام شماره 14 است در کتاب النجم الثاقب و این اتفاق من این مطلبی که اینجا خوندم منو در فکر فرو برد. امروزه در عراق همه شاهد هستیم که این مهدی ظهور کرده. ابوبکر بغدادی امروزه در عراق دقیقاً همون کاری رو دارد انجام میدهد که قرار هست که امام مهدی انجام بدهد. و جالب این است که اسمش هم ابوبکر هست و امام مهدی هم یکی از نامه‌هایش ابوبکر هست. احتمال زیاد داره، چون که با این تشابه اسمی که وجود داره و تشابهی که در افعالشون هست، در کارهایشون هست، مساجد رو دارن در واقع حرام تخریب میکنند و مردم را به اون گونه فجیع دارند سرشون رو میبرند. این امکان داره که همون مهدی باشه که شیعه در واقع به اون در کتابش اومده. غیر از این نامه‌های دیگری داره که من چند مورد رو در اینجا برای شما ذکر میکنم فقط به عنوان سرگرمی شیعیان یا اینکه معرفتی رو داشته باشن به نامه‌های مهدی خودشون. نام شماره 67 نامی هست به معنی شماتیل. شماتیل یکی از نامه‌هایش هست. نام شماره 127 و 127 کوکما، امام کوکما یا امام کاز. کوکما یا کاز یک از نام‌های ایشون هست. این اسمای آمریکای جنوبی بیشتر شبیه میمونه. دیگه نمیدونم، شاید ایشون به خاطر اینکه البته در این کتاب ذکر کرده که به چه علت اینها رو از کتاب‌های قدیمی گرفته، اسم کتاب‌های رجال کرده که در کتاب فلان اومده، در کتاب فلان اومده. به هر صورت این معارف شیعه هست در مورد مهدی خودشون. و همچنین یک از نامه‌هاش هست بئر معطله، یعنی چاهی که آب نداره.
شماره 21 هست این نامش و شماره 23 نامش بهرامه، یکی از نامه‌هاش بهرامه و یکی از نامه‌هاش جمعه هست. این نمیدونم این جمعه نامی است که بیشتر در میان در افغانستان رواج داره، در پاکستان زیاد رواج داره، شاید ایشون هم افغانی باشن به خاطر این اسمش جمعه هست، نمیدونم چه موردی هست. نام 59 زندفریس هست. نام 111 فیض موا هست. من نمیتونم این نام ها رو تلفظ بکنم. و نام جالبتری که در اینجا هست نام شماره 129 لندی تارا هست. نام امام زمان یکی از نامه‌هاش لندی تارا و همچنین نام شماره به اسم خانمایی که در هالیوود بازی میکنن به اونا بیشتر میمونه. اسم شماره چندم فرمودید؟ شماره 129 لندی تارا هست و شماره 173 واقید و نام‌های خیلی زیادی، 180 نام، بالغ بر 180 نام که در این کتاب اومده. شما تصور بکنید که چه نام‌هایی، نام خودش که مشخص نیست و کفر گرفتن نامش، به جاش صدها در واقع نام رو برای ایشان در اینجا آوردند و معرفی کردن. نام‌های از قبیل لندی تارا و فیض موا و نمیدون زندفریس و موارد دیگر که واقعا جای تعجب داره. نام کوکما یا کاز نمیدونم اینا به اسم چینی هست، کجایی هست این. بینندگان عزیز، من این کتاب رو پیدا کردم، کتاب النجم الثاقب. اینم از صعب و تمانون 87مین اسم الترید یا اینو ترجمه کردم و معنی قریب الی الشرید، یعنی رانده شده، یعنی فراری داده شده. و در اینجا هست العز، العین، العصر، الغائب، الغلام، الغریم و الغوث، غایت الطالبین، الخلیل. این شماره 126 و شما بله. فیروز، فرخنده، فرج المؤمنین، فرج الاعظم، الفتح، الفقیه و فیزمو. فیزموا. اینا باید کلاس بریم تا اینکه بتونیم این نام‌ها رو تلفظ بکنیم. و این اسمایی که واقعا یعنی خنده داره، یعنی اینجام حالا ترجمه هم کرده، یعنی نقرسیب، قزو، مسموعا، یسیمو، نرقس، فیزموا. این اسمای خیلی عجیب و غریب است، یعنی اینا ماشاءالله ترجمه هم کردن این اسما رو در این کتاب. این القائم، اسمای زیادی هست که حالا من صفحه بعد این کتاب رو هم قابض، قیامه، قسط، قوه، قاتل الکفره، القطب، قائب الزمان، قیم الزمان، قاطع، کاشف الغطا، الکمال، کلمت الحق، قیقباد دوم. این خیلی جالبه. قیقباد دوم هست. بله. این قیقباد اول که دیگه از شاهان مجوس محسوب میشه. دومیشونه. اینم دوم. این شماره بعدی اسمش کوکما، شماره 126. بله. اینجا کوکما هست و شماره بعدی هم کاز. اللواء الاعظم. اینم اسم لندی تارا. همونطوری که گفتم این اسم به بازیگرای زن هالیوود بیشتر میمونه تا به اسم امامی که از اولاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. و لسان صدق است. ماشع یا ماشع که این اسم عبرانی گفتن هست و محیمد الاخر، مسیح الزمان، میزان العقل، منصور. و همین کسی امامی که به اصطلاح ما در یکی از روایات نشون دادیم که ذکر اسمش کفر است. پس چطور جناب استاد جرأت میدن به خودشون که این اسما رو برای ائمه یا برای امام زمان قرار بدن اینا؟ خب در این که کسی که کتاب نوشته باشه برای تحریف کتاب قرآن، شما اسمشو چی میگذارید؟ اینا ابایی ندارند که قرآن رو بگن تحریف شده هست، برای اثبات کتابش بیاند مثلا کتاب بنویسن. برای این میترسند که اگر نام مهدی رو بگیرند کافر میشوند. این چونه بی‌محراسی از این و ابایی در واقع ندارند. ولی اینجا جناب استاد فقط در این فهرستش اگر اجازه بدید من نشون بدم، اینجا واقعا اسمای عجیب و غریب زیاد وجود داره. این الباب الثانی فی اسماء المهدی و القابه علیه السلام که اوقیزیمو ایزد شناس، ایستاده، یعنی ایشون 1400 ساله که ایستاده ننشسته. یعنی ابوبکر،
بله، یکی از اسمش ابوبکر است. ابو صالح امیر الامر، الاحسان، الاذن الواعیه، یعنی گوش شنوا. بله. بئر المعطله که فرمودید شما، و بهرام، بنده یزدان، پرویز، الباسط، التالی، التمام، الصائر، الجعفر، الجمعه، جابر و اسمای دیگری که نشون دادیم. بله جان. روایت بعدی که روایت 18 هم هست و اینو هم دوباره با همون سند قبلی ذکر کرده و گفته و به هذا الاسناد عن احمد ابن محمد عن ابیه محمد ابن عیسی عن ابن بکیر عن زراره قال. این روایت از زراره هست و امامی که ازش نقل کردن امام ابو عبدالله جعفر صادق هست. یقول ان للقائم غیبة قبل ان یقوم. قائم یک غیبتی رو دارد قبل از قیامش. قائم قبل از قیام خودش یک غیبتی رو خواهد داشت. انه یخاف، ایشون میترسند. یکی از نامهاش من عرض کردم که خائف هست یعنی ترسو. در اینجا در این روایت موثق که موثقون که صحیح هم هست، در اینجا صراحتا اومده که انه یخاف، امام مهدی میترسد. و اومع بیده الی بطنه، امام جعفر صادق به شکمشون اشاره کردن، یعنی القتل، یعنی این اگر که بیاد شکمشو پاره میکنند و در واقع ایشون رو میکشند. در این روایت صراحتا اومده که این روایت موثق هست که صحیح هست که یکی از دلایل دلیل موجه یا دلیل واقعی غیبت امام زمان این است که ایشان میترسند و ترسشون هم از این است که در واقع کشته بشن. ترس از مرگ هست و کشته شدن است. یک مطلبی که من میخوام بهش اشاره بکنم در اینجا، یک گرایش جدیدی هست در میان شیعه که و رویکرد نوینی که امروزه در میان برخی از علمای شیعه وجود داره. اینو من در کتاب آقای محسنی دیدم، آیت الله محسنی، و همچنین آیت الله که حیدری این مطلب رو، کمال حیدری این مطلب رو زیاد به این مطالب میپردازن. میان این روایات رو بررسی سندی میکنند و نهایتا میگن که این روایات از دیدگاه ما به خاطر اینکه سندشون ضعیف است، این روایات غیر معتبر هست. یعنی با توجه به این اصلی که درباره نقد روایات و سند هست، ما این روایات رو نمیتونیم بپردازیم. منتها یک اصل دیگری رو برای خودشون درست کردن و اون اصل این است که ما اتفق علیه روایات، یا اون چیزی که تمام روایت بر اون اتفاق نظر دارن، اون ما بگیریم. در این باب بالفرض ما بیایم بررسی بکنیم که از لحاظ منهج سندی هیچ روایتی صحیح نباشه. بالفرض از لحاظ منهج سندی هیچ چیزی روایت نباشه، اما اگر یک مطلب در چند روایت ولو اینکه ضعیف باشند این مطلب اومده باشه، ما اینو میتونیم که بر اون استدلال بکنیم. اینو خیلی زیاد آقای آیت الله محسنی در کتاب خودش میاره، میگه که روایت معتبری در این باب وجود نداره، پس بنابراین متفق علیه روایت رو باید بگیریم، اون چیزی که تمام روایت بر اون اتفاق نظر دارند. در این مورد که علت غیبت امام زمان خوف و هراس هست، ترس و بیم از کشته شدن هست، روایت صحیح وجود داره. چندین روایت صحیح هم در این کتاب و هم در کتاب بحار الانوار بنابر اعتقاد خودشون. من وقتی که عرض میکنم که صحیح هست، این نه اینکه به دیدگاه من صحیح است. از دیدگاه من حتی یک روایت در این اصول کافی هم صحیح نیست، اما بنابر معیاری که خود آقایون دارن در خود کتاب اصول کافی، حداقل این روایت صحیح است که مجلسی گفته که موثقون که صحیح، علت غیبت رو ترس بیان کرده، و همچنین در کتاب بحار الانوار چندین روایت هست که آیت الله محسنی گفته که اینها روایات معتبری هستند و علت غیبت امام زمان رو ترس در اینجا معرفی کردن. در همین باب این یک روایت که روایت صحیح هست، در این زمینه بحثی وجود نداره. غیر از این در چندین روایت دیگر در همین باب حداقل 4 روایت در این باب از مجموع 31 روایت اومدن علت غیبت امام زمان را اومدن و خوف ایشون بیان کردند که ایشون چون که ترسو هستند به این خاطر ظهور نمی‌کنند. من جمله این روایت پنجم هست. بله جناب استاد، اگر اجازه بدید من این روایت رو نشون بدم، چون این روایت رو بینندگان ندیدن. این روایت 18 هست. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان اگر لطف بکنن این روایت رو، بله این روایت هست از ابا عبدالله علیه السلام، یقول ان للقائم غیبة قبل ان یقوم انه یخاف و اومع بیده الى بطنه، یعنی القتل. امام زمان که از غیبت داره و ایشون میترسه و اشاره کرد به شکمش که از
کشته شدن میترسه. بله. و همین روایت رو هم برز معذرت جناب استاد، این مرات العقول صفحه 52 جلد 4 این روایت رو ایشون گفته موثوق کالصحیح. موثق کالصحیح. من این مطلب میخوام عرض بکنم در اینجا که بنابر هر دو تا منهجی که امروزه در میان شیعه وجود داره، هر دو تا منهج یا هر سه تا منهجی که وجود داره، منهج اخباری ها رو ما بگیریم که هر چیزی روایتی که وجود داره در کافی و بقیه کتابا صحیح هستن، نباید تصحیح و تضعیف بشه. این منهج اهل سنت و الجماعت، اونگونه که حر عاملی اومده نقدش کرده که شما با این کار خودتون تمام کتاب‌های ما رو از بین میبرید. اگر این منهج رو بگیریم، خب این روایت اومده که در اینجا علت مخفی بودن و علت غیبت امام زمان ترسه. اگر منهج تصحیح سندی و منهج سندی رو شما معتبر قرار میدید، خب در این روایت صراحتاً اومده که مجلسی گفته که این موثق کالصحیح است. اگر منهج آیت الله کمال حیدری رو یا آیت الله محسنی رو ترجیح میدید که سند رو در واقع نقد میکنید، اون چیزی که سندش اعتبار نداره اون قبول نمیکنید، منتها مجموع روایت رو در این زمینه میگیرید، باز هم در مجموع روایت این اومده که علت غیبت امام زمان همین در واقع ترسو بودنشون هست و اینکه از قتل میترسن. به طور مثال در روایت پنجم همین باب این اون مطلب هم اشاره شده که علی ابن ابراهیم اینو نقل کرده. نهایتا از زراره باز هم هست این مطلب، قال سمعت ابا عبدالله یقول ان للغلام غیبتا قبل ان یقوم. امام که غلام که در این روایت اومده غلام یک غیبتی داره، روایت قبلی این بود که ان للقائم غیبتا، قائم غیبتی داره. در اینجا این غلام از ظالمی است که در این کتابی که شما نشون دادید از نجم الثاقب یکی از نامه‌های مهدی غلام هست. غلام به معنی پسر بچه هست. یکی از نامه‌های ایشون غلام است. در اینجا میگه که ان للغلام غیبتا قبل ان یقوم. قال قلت ولما، چرا غیبت میکنه؟ علت چی که مخفی میشود؟ قال یخاف، میترسه، و اوم بیده الی بطنه، اشاره کردن به شکمشون، یعنی اگر که بیاد شکمشون رو پاره میکنن و ایشون رو میکشن. این روایت پنجم هست. و همچنین روایت نهم همین باب باز هم همین مطلب را تکرار کرده. بله، این روایت پنجم دوستان اگر نشون بدن، این روایت پنجم امین یخاف و اوم بیده الی بطنه، این امام زمان ترسو است و به خاطر کشته شدنش. بله. روایت نهم از با سند دیگر محمد ابن یحیی جعفر ابن محمد نهایتا از زراره و ابو عبدالله میگه ان للقائم غیبتا قبل ان یقوم. قلت ولما؟ قال انه یخاف و اوم بیده الی بطنه، یعنی القتل، اشاره کرد به شکمشون، یعنی این که از کشته شدن در واقع ایشون بیم دارن، به این خاطر ظهور نمیکنن. روایت چندم بود جناب؟ روایت نهم این باب. اینم روایت نهم دوستان عزیزمون در اتاق فرمان اگر نشون بدن، این روایت نهم که انه یخاف و اومه بیده الی بطنه، یعنی القتل. روایت 29 با سند دیگر باز هم از زراره و ابو عبدالله هست که باز هم این گفته یخاف و اومه بیده الی بطنه که اشاره کردند که به شکمشون. این حداقل 4 روایت در همین باب اومده که علت غیبت امام زمان را این مطرح کردند که ایشون در واقع ترسو هست و میترسند. غیر از این من مراجعه کردم به کتاب بحار الانوار، در این زمینه هم روایات خیلی زیادی وجود داره. در کتاب بحار الانوار روایات متعددی رو در اینجا آورده. باب 20 هست، باب علت الغیبت و کیفیت انتفاع الناس به فی غیبتی صلوات الله علیه، که علت غیبت این امام رو در واقع در اینجا ذکر کردن. در این باب آقای مجلسی 22 تا روایت آورده. در باب علت الغیبت 22 تا روایت را آورده. تقریبا نصف این روایات گویا این هست، این مطلب در اونها ذکر شده که علت غیبت مهدی چیزی نیست جز این که ایشون میترسند و از قتل در واقع فرار کردند. دقیقا در این باب یعنی 22 روایت هست و از میان 22 روایت 9 روایتشون تصریح کردند به این که علت غیبت امام زمان ترسو بودنشون و خوف قتل هست. و از میان این 9 روایتی که در اینجا وجود دارند که مبنی بر در واقع بیانگر ترس مهدی هستند، 2 روایتشون حداقل در اینجا معتبر هستند که آیت الله مجلسی گفته که این روایات معتبری هستند. روایت شماره 5 و روایت شماره 18 که در این کتاب اومده میگه این روایت جز روایات معتبر هستند. در اینجا چند مطلب در اینجا ذکر شده از چند نفر. روایت چند است جناب؟ جلد 52 این کتاب، جلد 52 و صفحه 80 و صفحه 90 این کتاب.
جلد 52 صفحه 90. در اینجا باب داره به نام باب غیبت. در اینجا از چندین امام این مطلب را ذکر کرده. روایت اول این باب هست که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینو از رسول الله نقل کرده، از ابان و غیره اینو از ابو عبدالله نقل کردند که از رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که قال یخافو، رسول الله هم فرمودند که مهدی در واقع میترسه. روایت بعدی که در اینجا اومده روایت پنجم هست که این از زراره هست و از ابا جعفر اینو نقل کرده. این جالبی در اینجا هست که اون روایت قبلی که من از اصول کافی خدمت شما خوندم از امام جعفر بود و این از امام باقر هست، همین مطلب را ذکر کرده و این روایت هم روایت معتبری هست بنابر قول آیت الله محسنی که در اینجا اومده ولی مقال یخاف و اوم بیده الی بطنی که اشاره کردن به شکمشون، یعنی که ایشون دارند میترسند و از قتل فرار کردند. روایت دهم همین باب باز همین مطلب را اشاره کرده. زراره از جعفر صادق این روایت کرده که یخاف و اشار بیده الی بطنه و عنقه، اشاره کردن به شکمش و گردنش که ایشون اگر بیاد گردنشون رو میزنن. و همچنین روایت 17ام، روایت 16ام، روایت 18ام و روایت 20م، روایت 21م و روایت 22م، تمام این روایات اومدند و بیان کردند برای این که علت مخفی شدن و علت غیبت امام زمان این است که ایشون در واقع میترسن. من نمیخوام به خاطر اینکه این روایت مفهومشون یکی هست، من فقط شماره روایت رو ذکر کردم و منتها مطلبی که در آخر در اینجا اومده که آقای مجلسی از به قول خودشون از شیخ اینو ذکر کرده. این مطلب بسیار جالبی هست و نتیجه این روایت رو در اینجا بیان کرده. میگوید که اقولو، این در صفحه جلد 52 صفحه 98 هست، 52-98 میگوید که اقول قال الشیخ لا علت تمنع من ظهوره علیه السلام. شیخ گفتن، منظور از شیخ که شیخ خودشون هست که در کتاب خودشون غیبه که غیبه توسی هست در اونجا این مطلب رو نقل کرده. وقتی میگه قال شیخ یعنی شیخ توسی، میگه شیخ توسی اینو گفته در کتاب غیبه توسی صفحه 329 هم اینو من از اونجا بازم رفتم تحقیق کردم. میگه لا علت تمنع من ظهوره علیه السلام الا خوفه علی نفسه من القتل. هیچ علتی وجود نداره که مانع ظهور و قیام مهدی باشه مگر ترس ایشان که میترسن بر خودشون از این که کشته نشن یه وقتی. لانه لو کان غیر ذلک، اگر علتی غیر از این وجود می داشت لما ساق له الاستتار، جایز نبود برای مهدی که و امام زمان که غایب بشه و خودشون پنهان بکنه. و کان یتحمل المشاق والاذى، زیرا که ایشون در اون صورت می اومدن اگر چیزی غیر از خوف قتل بود ایشون می اومدند و اون سختی ها و زحمت ها رو برداشت میکردند. فان منازل الائمه و كذلك الانبیاء انما تعظم لتحملهم المشاق العظیمه فی ذات الله تعالی. به هر اندازه‌ای که ائمه و انبیا بیان و سختی ها رو در دین تحمل بکنن به همون اندازه منزلتشون نزد خداوند متعال بالا میره. پس بنابراین علت دیگری غیر از این که امام زمان میترسند جز این که میترسند و از قتل فرار کردن چیز دیگری وجود نداره. و در صفحه بعدی باز هم این مطلب را در اونجا می آورد و اشاره می کند به این که در آخر میگه بل سبب الغیبت هو الخوف علی ما قلناه. در آخر این مطلب دوباره اشاره میکنه که سبب غیبت امام زمان همون خوفی هست که ما قبلا به اون اشاره کردیم. و یک مطلب دیگری که در اینجا آورده و علتی که بیان کرده اینه که بقیه ائمه خب ظاهر شدن در صورتی که خوف قتل برای اونها هم بوده. خوف قتل برای همه ائمه بوده. اون گونه که خودش یه ادعا میکنند که تمامی ائمهشون یا مسموم شدن یا اینکه کشته شدن، مقتول هستن و این خوف قتل برای همه بوده. یک اعتراضی رو میکنه خب چرا اونا غایب نشدن؟ میگه علتش این بوده که اونها میدونستن اگر اونا کشته بشن بعد از اون امام دیگری هست. اگر کسی کشته بشه بعد از اونها امام دیگری هست. اما در مورد امام مهدی چنین چیزی وجود نداره. امام مهدی میدونه اگر بیاد و کشته بشه دیگه نظام دنیا به هم میخوره. بعد از مهدی امام دیگری دیگه نیست که بیاد و جایگزین بشه. به خاطر این که ایشون در واقع اگر بیاند کشته میشوند و اگر کشته بشند امامت الهی قطع میشود، به این خاطر ایشون جرأت نمیکنند و مصلحت هم در این است که ایشون نباید که فعلا ظهور بکنند. همین مطلب رو اگر اجازه بدید من از کتاب مشرعه بحار الانوار و نظر آقای آیت الله محمد آصف محسنی رو هم در این زمینه ما ببینیم. در همین باب 20 هست علت الغیبه و کیفیت الانتفاع الناس به. این جلد دوم هست صفحه 221، جلد دوم این کتاب و صفحه جلد دوم کتاب هست
و صفحه 221. در اینجا اشاره می کند فیه روایاتون، در این باب که باب 20 هست، علت الغیبت و کیفیت الانتفاع الناس به، فیه روایات و المعتبرة منها سندا ما ذکرت به رقم 5 شماره 5 و شماره 9 و شماره 12 شماره 13 شماره 14 و شماره 18. من قبلا خدمت بینندگان عرض کردم که روایت شماره 5 و روایت شماره 18 اینها جز روایت صحیح هستند و در این روایت اومده بود که علت غیبت امام زمان همین ترس هست. ببینیم که خود آقای آیت الله محسنی چی میگه. میگه که ثم ان عمدة العلة في غیبته علیه السلام حسب جملة من الروایات المعتبره، عمده ترین علت غیبت امام زمان بر اساس مجموعه از روایات معتبر و غیر معتبر، هم روایت معتبر و هم روایت غیر معتبر، در اینجا میگه که هو الخوف علی نفسه، ایشون به خاطر اینکه میترسن بر خودشون که کشته نشوند، فیقتل، ایشون کشته میشوند، فتبطل حجت الله علی خلقه، در اون صورت حجت الهی دیگه از بین میرود و باطل میشود. فانه خاتم الاوصیاء والائمه والحجج، زیرا که مهدی خاتم اوصیا و ائمه و حجت های الهی است. ولم یرید الله حفظه بغیر طریق المعتاد، و خداوند متعال نمیخواست که ایشونو به غیر طریق معتاد حفظ بکنند. و هذا الخوف فی حق سایر الائمه والانبیاء کان ناشئا عن الاحتمال و الظن، و این خوف مرگ و کشته شدن برای ائمه و انبیاء دیگر این فقط یک گمان بود، یک احتمال بود. و فی حقه علیه السلام عن القطع والیقین، در مورد ایشان فقط از روی قتل و یقین هست، فقط از روی قطع و یقین، فقط بقیه فقط به عنوان یک نوع در واقع گمان بود، اما در اینجا یک نوع قطع و یقینی درباره امام زمان وجود داره. در اینجا یک سوال دیگری رو مطرح میکنه در پاراگراف دوم، ولا یقال کان ابوه الحسن العسکری محفوظا مکرما، پدر ایشون پدر مهدی محفوظ و مکرم بود، مورد احترام بود. ولم یقتله احد، کسی اون رو نکشت. فکیف یدعا تحقق قتله و هو طفل خماسی، این مهدی که طفل 5 ساله بود کی میاد اینو بکشه؟ خود پدرش رو کسی نکشت، با اینکه امام بود همه میدونستن، این طفل رو کی میکشه؟ الان ببینید جواب این یک نوع اشکالی هست که خودش این اشکال رو وارد میکنه، ببینیم چه خودش جواب میده. ولی این اشکال من به خاطر این مطلب طولانی هست، من کل این جواب رو در اینجا ذکر نمیکنم و در ادامه میاد توجیه میکنه که بله ایشون قطعا کشته میشه، دلیل قطعی میاره که ایشون کشته میشن. و در صفحه 222 میگه که و انا موقن، این واقعا ببینه که اینا جرأتشون تا چه اندازه‌ای هست. میگه و انا موقن بان رسول الله صلی الله علیه و سلم لو عاد الى حیاته فی زمان ملوک بنی امیه و بنی العباس او فی زماننا لقتله الملوک والرؤساء. میگه من ایمان دارم، من یقین و اعتقاد دارم اگر خود رسول الله، مهدی که مهدی هست، اگر خود رسول الله هم بر بگرده به دنیا دوباره بیاد، در زمان بنی امیه و بنی عباس بود و یا در زمان ما بیاد، لقتله الملوک والرؤساء، مردم اونو میکشتن. خود پیامبرم که بیاد مردم اونو میکنه. چه برسه الان شما درباره مهدی دارید اشکال میگیرید که نباید، یعنی شاید کشته نمیشد، نباید میترسید. خود رسول الله بنابراین علیاذ بالله که آقای محسنی میگه اگر خود پیامبرم که میومد الان در واقع اون رو کشته بودن. و این قالوا فی صلاتهم و اذانهم و کلامهم اشهد ان محمد رسول الله، این در واقع یک توجیه واقعا نمیدونم اینو چه توصیفش کرد. و در آخر میگه و هذا امر لا ریب فیه، و این هیچ جای شک نداره، اگر پیامبر امروز وجود می داشت می اومد قطعا کشته میشد، مگر دشمنانی که رسول الله صلی الله علیه و آله در زمان خودشون داشتن فقط یک نفر بودن. امروز اگر رسول الله بیان 1 میلیارد و 500 میلیون نفر ایشون در واقع حامی دارن، در زمانی که خودشون تک و تنها بودن اومدن، غیبت نکردن، مخفی نشدن و پنهان نشدن، اومدن صراحتا گفتن من پیامبر خدا هستم و با تمام قدرت تمام اصول اعتقادی خودشون رو بیان کردن و کشته نشدن. امروزه که این همه جمعیت داره و این همه پیرو داره، یا چجوری آقای محسنی میگه که بله اگر ایشون بیان، من یقین دارن اگر بیان ولا ریب فیه که قطعا ایشون در واقع کشته میشدن. ولی جناب استاد این مراجع و آخوندهای جاهل اینا اینقدر از قرآن بیخبرن که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم خطاب به پیامبرش میگه که بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. الله سبحانه و تعالی وقتی رسالتی رو میفرسته، پیامی رو برای بشریت میفرسته، حفظ اون پیام رسان و اون رسالت رو هم به عهده میگیره. پیامبر رو گفته که والله یعصمک من الناس، قرآن رو گفته که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.
اما این امام زمان چه تافته جدا بافته است که از مرگ میترسه، از مردم میترسه، از قتل میترسه؟ مگر این امام زمان قرآن بلد نیست و این آیات رو نشنیده؟ و این مطلب رو خودشون در ادامه مطلب، یعنی همون مطلبی که قبلا اشاره کرده به اون که این امامی که به اصطلاح وجود دارد و غایب هست هیچ گونه منفیتی رو در اینجا نداره و در ادامه بعد این مطلب رو بررسی میکنه در صفحه 223 میگه که ولا یمکن القول بانتفاعنا منه، امکان نداره که ما بگیم، یعنی لا یمکن القول بانتفاعنا منه فی زمن الغیبة فی الامور الدینیة الا ممن سلب الله عقله. این مطلب که ما در زمان غیبت از امام مهدی منفعتی دینی رو برده باشیم، اینو هیچ کسی نمیتونه قبول بکنه و این حرف رو بزنه مگر کسی که خداوند متعال عقلش رو گرفته باشه. و بعد از این مطلب دیگری میاره، در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم رو متهم میکند و در ادامه مطلبش خود خداوند متعال رو متهم میکند، خود خداوند متعال رو هم صراحتا متهم میکند. یک سوالی رو خودش سوال رو مطرح میکنه، اشکال میاندازه، نمیتونه جوابشو بده و دوباره خداوند متعال رو در واقع متهم میکنه. همین آقای محسن آیت الله محمد آصف محسن میگه فین قلت، اگر شما این اعتراض رو بکنید، این اشکال رو بگیرید، نعم، لكن لمن لم يأذن الله لبعض الخواص في لقاء الامام في الانتفاع منه في تکمیل الفقه المشحون بالاستنباطات الخاطئه. خب الان ما اومدیم قبول کردیم که وجود امام زمان برای ما هیچ گونه منفعت دینی دنیوی رو نداشته. خب چه مانعی وجود داشت؟ چرا خداوند متعال این اجازه رو نداد که در زمان غیبت صغرا یک افرادی برند و استفاده ببرند از محضر امام زمان و مهدی و تا اینکه این تکمیل بشه این فقه ما، که این فقه پر از استنباطات خاطئه هست، استنباطات فقهایی هستند که اشتباه کردن در این استنباطاتشون. اگه سوال این است که چرا مهدی نیومد یک کتابی رو بنویسه تا اینکه این اختلافات و این اجتهادات باطل و این مجتهدان در واقع نالایق و کسانی که صلاحیت ندارن بیان و این اجتهادات نادرست رو به خورد مردم بدن. قلت هذا الایراد لا، یک ایرادی هست واردش کرد، میگه جوابش قلت هذا الایراد لا یخص الامام الغائب، این ایراد فقط بر امام غائب وارد نیست که چرا کتابی رو برای ما ننوشته، چرا این جلوگیری نکرده از این که این همه استنباطات اشتباه و اجتهادات اشتباه رایج بشه. بل الائمه الثلاثه قبله، حتی امامان گذشته 3 نفر قبل از ایشون، امام جواد، امام هادی و امام عسکری، ایضا لم یقوموا باکمال الفقه، ایشون نتونستن فقه رو کامل بکنن، این مسائل فقهی مردم شرعی مردم رو بیان نکردن، مع کونهم بین الناس، با وجودی که ایشون در میان مردم بودن، نتونستند که فقه رو کامل بکنن. بل هذا السؤال یتجه الی الله، این ایراد و این سوال بر خود خداوند متعال هم وارد هست، نه بر مهدی و نه بر جواد و بقیه، بر خود خداوند متعال این سوال و ایراد واجه هست. یتجه الی الله بانه كما انزل القرآن لما لم ينزل كتابا جامعا لجميع الاصول والمعارف الاسلامیه والاحکام الفرعیه و قواعدها، چرا خداوند متعال یک کتاب دیگری رو نازل نکرد که تمام در واقع مسائل جزئی فقه و احکام فرعی و قواعد فقه از آدم گرفته تا خاتم مردم نجات لازم بود، همه اینها رو بیاد در کتاب خودش جمع بکنه. لمن لم یأمر نبیه بتدوین ذلك او اوصیاه، چرا خداوند متعال امر نکرد به پیامبرش یا یکی از اوصیا که این کار رو انجام بده؟ الله المستعان. این دیگه در واقع بدون شرح دیگه کسی که خدا پیامبر رو هم متهم میکنه، خدا رو هم متهم میکنه، الی آخر دوباره این مطلب رو دوباره میاره که الخوف علی النفس هو العمده، خوف از نفس و ترس کشته شدن عمده ترین علت غیبت امام زمان است. پس امام زمانی که خداوند متعال ایشون رو مأموریت داده برای این که دین رو بیاره تکمیل بکنه، اگر ایشون نباشد دین در واقع ناقص هست و بنابر اعتراف خود آقای محسنی و بقیه از مهدی امروزه هیچ گونه منفعت دینی و دنیوی ما حاصل نکردیم و این امام ترسو هست و یک از صفاتش و یک از نامه‌هاش الخائف هست، میترسد، ظاهر نمیشود و نه تنها برای یک مدت کوتاهی بلکه برای 1200 سال تا حالا غیبت کرده، معلوم نیست صدها سال دیگر، هزاران سال دیگر شاید بگذرد و ایشون هنوزم این ترسش برطرف نشه.
هنوز ترسش برطرف نشود. و این نمیدونم تکلیف دین ما، تکلیف شیعه، تکلیف این بحث امامت، چرا خداوند متعال یک کسی رو اومدند امام کردند که نتونه که در واقع تبلیغ امامت بکنه. این در واقع یک ایرادی هست که بنابراین اعتقاد بر اصل در واقع ارسال پیامبران و اصل نبوت و رسالتی که از جانب الله متعال پیامبران اون حمل می‌کردند این در واقع بیان میشه. و با توجه به این که خود مهدی وقتی که ظهور بکنه چند سال باقی میمونه و چه منفعتی رو حاصل میکنه که بعضی 7 سال گفتن، 9 سال گفتن و زمان خیلی محدودی هست، هزاران سال امامی بیاد قرآن رو با خودش ببره، احکام دینی اجرا نشوند، حکومت اسلامی در واقع قائم نشه، مردم در واقع بروند به قول آقای محسنی اجتهادات دروغ و نادرست مجتهدین رو عمل بکنن، امام در واقع که از جانب خداوند متعال این وظیفه رو داره و این رسالت رو داره غایب باشه، نمیدونم این با چه عقلی و با چه دین و منطقی و با کجای قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سازگاری داره. جزاکم الله خیر جناب استاد. واقعا آدم تعجب میکنه از این جرأت این روافض در مقابل ذات اقدس الهی و پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. خب بینندگان عزیز گرامی، با هم میان برنامه میبینیم و بعد از اون ان شاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و سعی میکنیم تماسایی را از شما بزرگواران بگیریم در رابطه با موضوع برنامه. با ما همراه باشید. آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر میبرد و نمیتواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. پسندگان عزیز و گرامی، با شما عزیزان و بزرگواران هستیم در برنامه حجت بی حجت. من فکر میکنم یک موضوع دیگه جناب مولانا داریم، این روایت 25 رو هم قرار بود که در موردش صحبت بفرمایید در این باب. و از همین لحظه هم عزیزانمون در اتاق فرمان شماره تلفن‌های برنامه رو زیرنویس بفرمایند و عزیزانی که مایل هستن در مورد موضوع برنامه صحبت بکنن ان شاء الله تماس بگیرن. جناب استاد در خدمت شماست. بله، این روایت 25 که هست این هم گفته مرسل هست که صحیح. مرسل به روایتی که میگفته میشه که در اون انقطاع وجود داشته باشه، کسی که قبل از خودش رو ندیده یک راوی رو میاندازد و اینو نقل میکند از یک فرد دیگر، این گفته مرسلون که صحیح. منتها در این روایت اون چیزی که اگر واقعا این صحت داشته باشد که صحیح نیست و خودش این در واقع مرسل هست و وقتی که مشخص نیست که راویش کی هست و در واقع ارسال وجود داره، اینو نمیشه حکم صحت رو بر اون در واقع زد. منتها با توجه به اینکه صحیح باشه، با توجه به این که صحیح باشه، ما یک نظری میاندازیم به خود متن این روایت. متاسفانه همون گونه که من قبلا اینو اشاره کردم، این نظریه امامت مهدی یا اینکه مهدی امام 12 باشه، امام در واقع زمان باشه، صاحب الامر باشه، این برخلاف ادعایی که شیعه میکنند یک امر متفق علیه نبوده، یک امر متواتر نبوده. نه ایشون ولادتشون به صورت متواتر ثابت هست. در همین باب روایت متعددی هست که من نتونستم اینها رو عرض بکنم، انشاءالله در هفته های بعدی به این مطالب هم خواهم پرداخت. و دلیل دیگری که در اینجا وجود داره برای این که امامت مهدی و صاحب الامر بودن یا قائم بودن و حجت بودن، امام 12 بودن مهدی حتی در میان ائمه جای سوال داشته.
این مخالف با اینه که شیعه معتقد است بله ما اثناعشری بودیم، از زمان حضرت علی اثناعشری بودیم، مردم همه 12 امام خودشون رو میشناختن. اگر واقعا 12 امام رو میشناختند پس بنابراین جای سوال نداره. اگر نمیشناختند پس بنابراین چون که ائمه رو نمیشناختند دینشون کامل نیست. معرفت امام فرق نمیکنه چه امام قبلی باشه امام بعدی باشه، معرفت 12 امام جز اصول دین هست، همه باید این 12 امام رو باید بشناسند. اما از این روایت و روایات دیگری حتی در همین باب مشخص میشه که این عقیده اثناعشریت یعنی 12 امام در زمان ائمه رایج نبوده. حتی اصحاب ائمه نزدیکان ائمه از امام بعدی یا امام 12 در واقع خبر نداشتند. من جمله همین روایت 25 این باب هست که این روایت از ابوالحسن هست، ابوالحسن الرضا، از امام رضا نقل کردن. یک شخصی اومد پیش ان ایوب ابن نوح اومد پیش امام رضا و گفت که انی ارجو ان تکون صاحب هذا الامر، من امیدوار هستم که امام زمان شما باشید، امام قائم و حجت شما باشید، اون مهدی منتظری که خداوند متعال ما رو منتظر گذاشته و انتظارش بزرگترین عبادت هست، من امیدوار هستم که اون شخص شما باشید. انی ارجو ان تکون صاحب هذا الامر، من امیدوار هستم که صاحب این امر یعنی مهدی در واقع شما باشید. در ادامه این یک نقطه واقعا جالبی در اینجا هست که خب این امام میگه که نه اون امام من نیستم و سئل عن المسائل میگه که ما منا، امام رضا میگه که فقال ما منا احد اختلف الیه الکتب، هر کسی از ما که مردم براش نامه بنویسن، هر کسی از ما ائمه که مردم براش نامه بنویسن و اشیر الیه بالاصابع یا اشاره بشه به طرفش با انگشت یعنی مشخص بشه که امام فلانی هست، و سئل عن المسائل و پاسخگوی سوالات دینی و مذهبی مردم باشد، و حملت الیه الاموال و مردم به طرف اون اموال حمل بکنن، الا اغتیل او مات علی فشاری الا مات علی فراشی، یا اینکه کشته می شود یا به مرگ طبیعی می میرد. و جالب در اینجا است که اینجا اشاره کرده و حملت الیه الاموال، یا اینکه ببینید ما منا احد اختلف الیه الکتب، هر کسی که براش نامه بنویسن. خب این رقایی که برای امام زمان می نوشتند مگر کم هست؟ ادعا میکنه صدها و هزاران نفر در طول 70 سال در واقع این نواب اربعه چیکار میکردن؟ نامه های مردم را، خطابه ها و عریضه های مردم را میبردن نزد امام زمان، نزد خود امام زمان میبردن. و اشیر الیه بالاصابع و سئل عن المسائل که ایشون مدعی هستند که در این باره روایتی از امام مهدی وجود داره. و مطلب بعدی و حملت الیه الاموال، و اگر اموال براش حمل بشوند. در اصول کافی و در کتابه دهها بلکه صدها روایت وجود داره که نواب اربعه اموال مردم را میگرفتند و اینو میبردند پیش خود امام زمان، اینو می‌بردن پیش خود امام زمان. پس بنابراین هم به امام زمان نامه نمی‌نوشتند، امام زمان جواب میداد به عنوان رقا. امروزه افتخار می‌کنن رقایی وجود داره از امام زمان، مهر و امضاهایی وجود داره. و همچنین این اموال شیعه را این نواب اربعه می‌گرفتن می‌بردن تحویلش میدادن. حتی امروز هم مجتهدان شیعه و علمای شیعه دارن سهم امام را، این اموال را می‌گیرند از مردم، اما به چه کسی تحویل میدن؟ به خود امام زمان میبرن میرسونن یا نمیرسونن؟ یه مطلب دیگر است، حتی امروزه هم به نام امام زمان دارن مال در واقع جمع میکنن. نقطه دیگری که واقعا جای تأمل داره، اگر فکر نکنید به این نقطه آدم زیاد در واقع به اون متوجه نمیشه، اینه که در اینجا گفته هر کسی که بهش نامه بنویسن مردم، هر امامی که بهش نامه نوشته بشه یا اشاره بکنن بهش یا از ایشون مسائل فقهی رو دریافت بکنن، و حملت الیه الاموال و اموال خمس را به اون ببرند برسونن، الا اغتیل او مات علی فراشه، از دو حالت خالی نیست، یا اینکه کشته می شود یا به مرگ طبیعی می میرد. عجب فلسفه شدین. از دو حالت خالی نیست، امامی که این گونه باشه یا کشته می شود یعنی امام یا به مرگ کشته شده یا به مرگ طبیعی می میرد. خب اصلا یعنی چند گزینه دیگه وجود داره اینجا. گزینه های مرگ همین دو مورد هست، یا اینکه انسان توسط کسی دیگر کشته می شود یا به مرگ طبیعی می میره. در اینجا در امام زمان یک نمیدونم بازی کرده با عقلشون، یکی از این حکام یا عمرا، من دقیقا یادم نیست که این مطلب رو کجا خوندم، یک فقاهی از در واقع
نمیدونم به بهلولی نسبت میدن یا کسی دیگه، میگه یک روز جلوی حاکم پادشاه بود و این خود بهلول یا هر کسی دیگری باشه، من دقیقا نیستیم، صاحب فرزند شده بود و پادشاه ازش پرسید که فلانی این فرزندت چی شد آخرش، دختر شد یا پسر شد؟ گفت والله پادشاه، یعنی شما میدونید این فقیر و فقرا و آدمای غریب و مسکین فرزندشون دیگه یا پسر میشه یا دختر میشه دیگه، راه دیگری وجود نداره. در اینجا هم امام رضا میگه که خب اون کسی که اموال به اون حمل بشه از دو حال خالی نیست، یا کشته میشه یا به مرگ طبیعی میمونه. گزینه سومش من نمیدونم که واقعا چه چیزی هست، غیر از این دو مورد چیز دیگری به ذهن من نمیرسه. خب این شماره 25 هست، من گفتم که امام زمان رو نمیدونستن. در همین صفحه روایت دیگری هست، در شماره 21 همین روایت در همین باب، در اینجا باز هم سوال کرده که یعنی این اشاره هست به این که مردم امام مهدی رو در واقع نمیشناختن. در این روایت 25 از امام رضا بود، روایت 21 از امام جعفر صادق هست، از ابو عبدالله هست. فقلت له، این ابو حمزه سمالیکی که از اصحاب امام هست و رفته نزد ایشون، دخلت علی ابی عبدالله فقلت له انت صاحب هذا الامر، مهدی شما هستید؟ انت صاحب هذا الامر، مهدی صاحب این امر شما هستید؟ فقال لا، من نیستم صاحب الامر. در صورتی که ما میدونیم که امام ابو عبدالله امام بوده، امام جعفر صادق امام زمان خودش بوده. میگه انت صاحب هذا الامر، صاحب هذا الامر یعنی مهدی موعودی قائم شماست؟ میگه نه. فقلت فولدک، فرزند شما هست؟ فقال لا، اونم نیست. فقلت فولد ولدک، فرزندت نوه شما هست؟ گفت نه اونم نیست. قال لا. فقلت فولد ولدک، بچه شما نتیجه شما هست؟ میگه نه باز هم اون نیست. در اینجا ببینید که این همه در حیرت بودن، هم در روایت اولی که از ایوب ابن نوح بود که از ابوالحسن رضا نقل کرده بودن، هم این روایت که از ابو حمزه هست و این هم که از امام جعفر نقل کرده، و همچنین در روایت 26 در روایت 26 باز هم این مطلب در واقع اومده. بله، این روایت 21 که جناب استاد اگر اجازه بدید دوستان در اتاق فرمان نشون بدن این روایت رو. این روایت 21 هست، اینجا فاولد و ولدی که الی آخری. بله جناب استاد. و روایت 26 که حسین ابن محمد و غیره اینو روایت کردم، من به خاطر ضیق وقت فقط این آخرش رو که محل شاهد است اینو میخونم. میگه که ای والله ما انا بصاحبکم، یکی از این اصحاب امامی که عبدالله ابن عطا هست، عبدالله ابن عطا انا ابی جعفر قال قلت له ان شیعتک بالعراق کثیره، شیعیان شما در عراق خیلی زیاد هستند. والله ما فی اهل بیتک مثلک، و در میان اهل بیت شما کسی مانند شما ابو جعفر نیست. یعنی این امام سوم هست، اول امام رضا بعد امام جعفر صادق. روایت 21 این روایت از امام باقر هست. و ما فی اهل بیتک مثلک فکیف لا تخرج، چرا شما قیام نمی‌کنید؟ چرا قیام نمی‌کنید؟ قال فقال یا عبدالله ابن عطا قد اخذت تفرش اذنیک للنوکا، شما گوش فرا میدید به این افرادی که در واقع این شایعات پراکنده میکنند. ای والله ما انا بصاحبکم، صاحب شما من نیستم، مهدی من نیستم، شما اومدی که دنبال من که من بیام قیام بکنم، به زور قیام بکنم. قال قلت له فمن صاحبنا، صاحب ما کی هست؟ در ادامه جواب میده نگاه کنیم اون کسی که من عمی علی الناس ولادته، اون کسی که ولادتش یک ولادت مشکوکی هست. این خودش یک دلیل دیگری است بر این که ولادت امام زمان یک چیز متواتر و ثابتی در واقع نبوده. در اینجا خود امام زمان به عنوان امام 12 در میان خود اصحاب ائمه شناخته شده نبود. اصحاب امام جعفر میرفتن پیشش که شما صاحب هذا الامر مهدی موعود شما هستی؟ میگفت نه من نیستم. امام رضا اصحابش رفتن پیشش که امام مهدی شما هستی؟ گفت نه من نیستم. امام باقر اصحابش رفتن پیشش که مهدی شما هستی؟ گفت ما مهدی نیستیم. این خودش دلیل بر این است که قضیه مهدویت و شناخت مهدی محمد ابن حسن عسکری به عنوان امام 12 در زمان ائمه مطرح نبوده. حتی خود بزرگان شیعه و روات شیعه اصحاب ائمه نزدیکانش هم از این مطلب در واقع اطلاع نداشتند. بله، جزاکم الله خیر. خب استفاده کردیم از مطالب واقعا مفیدی که جناب مولانا ارائه کردن. ما حدود 15 دقیقه تقریبا وقت داریم تا پایان برنامه. سعی می‌کنیم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. لطفاً هنگامی که تماستون برقرار میشه با برنامه صدای تلویزیون رو کاملا ببندید و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنید و در رابطه با موضوع برنامه که علت ترس امام زمان هست رو بیان بفرمایید. دوستانی که خارج از موضوع بخوان مطلب
ارائه بدن، من با عرض معذرت پیشاپیش تماسشون رو قطع خواهم کرد. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. حال شما خوبه؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ اون محمودم از بوشهر زنگ میزنم. آقا محمود از بوشهر. آقا محمود عزیز، به نظر شما علت ترس امام زمان چی است از اینکه ظهور نمیکنه؟ خیلی معذرت میخوام آقای انصاری، درست میگم؟ یه سوالی تو قرآن که خوندم، یه سوالی پیش اومده، اگه اشکال نداره میخواستم از نظر شیعه سوال کردم، از نظر سنیان نفهم. من عذر میخوام آقا محمود عزیز و بزرگوار، برادر گرامی، موضوع برنامه ما علت ترس امام زمان هست. اگر به برنامه هایی که به اصطلاح موضوعات آزاد مطرح میشه زنگ بزنید، انشالله جواب سوال خودتون رو دریافت خواهید کرد. در این مورد دوست دارید اظهار نظر کنید؟ من تشکر میکنم از شما آقا محمود عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام جناب آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ حسین از ایران است. آقا حسین از ایران. علت ترس امام زمان آقا حسین عزیز به نظر شما چیست؟ جناب آقای انصاری، این مسئله مهدویت که در صحاح سته خود شما هم وجود داره. آقا حسین عزیز، من در شروع برنامه اینو عرض کردم که مهدویت رو ما قبول داریم، احادیث صحیح از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست و اون چی که ما بهش اعتقاد داریم غیر چیزی است که شما بهش اعتقاد دارید. ما میگیم که امام مهدی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آمدن ایشان بشارت دادن، یک انسان شجاع، یک انسان امام و نترس است و در آخر زمان میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. اما به تصریح علمای شما چه در کافی و چه در بحار الانوار، ایشون از ترس کشته شدن غیبت کردن. سوال ما دقیقاً از شما این است، علت ترس امام زمان چیست؟ جناب آقای انصاری، این که خدمتون عرض کنیم در سنن ابو ماجه و اینا که اومده که المهدی من ولد فاطمه. عزیزم آقا حسین عزیز، من گفتم شما فارسی متوجه نمیشید. ایشونو ما قبول داریم. علت ترس ایشون چیست که ظهور نمی کنند؟ سوال من واضح و آشکار است. جامعه هنوز به اون درجه از آمادگی نیست که بتونه اون وجود نازنینش رو بپذیره. خب در کتابای شما عکس این است، میگن که به علت ترس ایشون غایب شدن. نه، ترس شاید به این معنا باشه که جامعه نمیتونه وجود عزیزش رو تحمل کنه و عدالتش رو بپذیره. نه، امام ابو جعفر میگه که اشاره کرد به شکمش، گفت که از ترس کشته شدن، نه ترس این که بزنن با شمشیر شکمش رو پاره بکنن، نه ترس این. فاطمه و علی باشه بعیده که چنین چیزی باشه آقای انصاری. خب این روایت ها من صحبت های شما رو آقا حسین عزیز برادر گرامی، پس این روایت هایی که در اون اشاره شده که امام زمان از ترس ظاهر نمیشه، این روایت ها رو شما قبول ندارید؟ نه، چه بسا ضعیف هم باشه، در هم کتابای اهل سنت هم کتابای باشه. تشکر از شما آقا حسین عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. شبکه وصال حق، لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ علی هستم از مازندران. آقا علی از مازندران. آقا علی عزیز، علت ترس امام زمان به نظر شما چی است که ظهور نمیکنه؟ ببینید، بحث ترس نیست، اصلا چیزی که در کتاب‌های ما هم اومده بحث ترس نیست. اینکه شما میگید امام زمان میترسه و تشکیلات اینا ظهور نمیکنه، اصلا به نظر من درست نیست، چون هنوز اون زمینه ظهور برای امام زمان مهیا نشده که امام زمان ظهور بکنه. خب آقا علی عزیز، در کتاب شما، در کتاب هاتون ما خوندیم، شما نمیدونم بیننده برنامه بودید یا نبودید، مثلا در روایت 5 همین باب الغیبه دقیقاً میگه که به خاطر ترس
و ترس از چی؟ امام ابو جعفر اشاره میکنه به شکمش، میگه از ترس این که بکشنش. آقا علی. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. خسته نباشید. میخواستم تو تلویزیون صحبت کنم، حالا یه نفر دیگه پشت خطه. بفرمایید اسمتون رو، از کجا زنگ میزنید؟ من جمال هستم از کردستان دیوان دره. آقا جمال از کردستان، بفرمایید برادر گرامی شما رو خط هستید. آقا جمال عزیز، علت ترس امام زمان از ظهور چیه؟ برادر عزیزم احتمالاً اولا از جنگ میترسیده، الان از ترس این داعش اینا نیسته؟ خب برادر عزیزشون از ترس بنی امیه غیبت کردن. فعلا که بنی امیه و بنی عباس رفتن، چندین حکومت شیعی در دنیا وجود داره. حزب الله هست، ایران هست، مالکی حالکی هست. 100%. بله تشکر از شما آقا جمال بزرگوار. ممنونم. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی، لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ حسن هستم از ایران تماس میگیرم. آقا حسن از ایران. آقا حسن بزرگوار، علت ترس امام زمان به نظر شما چی است که ظاهر نمیشه؟ آقای انصاری، من خیلی دوست دارم شما تو شبکه که صحبت میکنید به عنوان یک مسلمان که میخواید نماد اسلام باشید محترمانه صحبت بکنید و به مقدسات بقیه توهین نکنید. اگر میخواید شیعیان را نقد بکنید اشکالی نداره، خب شما مخالف شیعه هستید، حق دارید که نقد علمی بکنید و نقد علمی هم چیز خوبیه. اما این نوع جمله بندی که علت ترس امام زمان چه، این توهین به امام زمانه. اگر یک شیعه بیاد به شما بگه علت فلان مثلا عمر چیه، شما خوشحال میشید. آقا حسن برادر بزرگوار، عزیز دل برادر، یک لحظه شما به صفحه تلویزیونتون نگاه بکنید. دوستان عزیز در اتاق فرمان این روایت رو نشون بدن. این روایت از کتاب کافی شما هست. در اینجا محمد ابن یحیی عن جعفر ابن محمد از حسن ابن معاویه عن عبدالله ابن جبله از عبدالله ابن بکیر از زراره که دیگه میشناسی زراره کی است. قال سمعت ابو عبدالله امام جعفر صادق یقول ان لقائمی علیه السلام غیبتا قبل ان یقوم. قلت ولما، چرا غیبت میکنه؟ قال انه یخاف، ایشون میترسه. و اومع بیده الی بطنه، و اشاره کرد با دستش به شکمش، یعنی از اینکه شکمش پاره بشه و کشته بشه میترسه. آقا حسن بزرگوار، ما در قرآن کریم اگر شما نمیگید که امام زمان فرستاده شده از طرف الله سبحانه و تعالی است، میگه که بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، خداوند تو را از مردم حفظ میکنه. الذين یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا غیره، کسانی که رسالت الله سبحانه و تعالی را میرسانند فقط از او میترسند و از غیر او نمیترسند. پس ما توهین نکردیم، آقای کلینی خودتون توهین کرده. بفرمایید. روایت 18 به جای این روایت 9 که شما نشاندهی کردید، روایت 18 رو خود آقای مدرسی میگه موثقون کصحیح. بله. همین مطلب، همین عبارات رو کاملا دقیقاً بیان کرد. بفرمایید آقا حسن بزرگوار. بعد من احترام به صحبت شما گذاشتم و صحبت مولانا عبدالقدوس و سکوت کردم. تقاضا میکنم شما هم یه چند دقیقه منو تحمل بکنید تا منم صحبتامو بکنم و سر شما نخواهید. بله، علت ترس امام زمان چیست؟ من میخوام توضیح بدم. اولا در مورد شما میدونید که همین فعلا بلغت سما اصلا رسالته، شما میدونید که دین اسلام اولا تدریجا نازل شد و یک چیزی رو که ممکن پیغمبر بدونه و این رو پیغمبر نگه و نگه بداره تا وقتش برسه، که آیه هم داریم که عجله نکنه در، حالا من عربیش رو الان حفظ نیستم، در خوندن قرآن عجله نکنه و ثروت نگیره. این پس این تدریجیه. امر حکومت اسلامی هم به نظر شیعه یک امر تدریجیه و اگر اعلان امام زمان ظهور نمیکنه باید وقتش برسه و شرایطش برسه تا امام زمان علیه السلام ظهور بکنه. این یه مطلب. پس اگر ظهور نمیکنه این به خاطر که وقتش نرسیده و باید سر وقت برسه. اما اینکه شما فرمودید که امام زمان علیه السلام میترسه، اولا من عرض کردم این به نظر شیعه توهین به مقدسات شیعه است.
این نقدی که من شما دارم، حالا میخوام توضیح بدم که این منظور چیه و شما اینطور باید مطرح کنید که مؤدبانه باشه. بله. بفرمایید آقا حسن عزیز و بزرگوار، شما مطلب اولی که فرمودید این انشاءالله ما در موردش صحبت خواهیم کرد. شما همین روایت رو اگر که ما در ترجمه اون کلماتی رو استفاده کردیم که سبب توهین به شیعیان شده، من همینجا رسما معذرت میخوام. شما بفرمایید اینو ترجمه بکنید که انه یخاف و اومه بیده الى بطنه، یعنی القتل. بفرمایید جناب شما ترجمه کنید. ببینید آقای انصاری عزیز، شما میدونید که در بسیاری از جنگ هایی که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله حضور داشتن، مسلمان ها اجازه نمیدادن که پیامبر خودشون اون جلو برن و سعی میکردن با جونشون از جون پیامبرشون محافظت بکنن. و این نه به خاطر این بود که پیامبر میترسید، بله پیامبر میترسید که اگر کشته بشه امت اسلامی از بین میره و این ترس پیامبر از جان خودش نبود، از اون ترس بود بدانه نبود. این یک محافظته که گفتن فحتت، احتیاط شرط عقله، فحتت بدینه که برای دین انسان باید احتیاط بکنه. پیغمبر اگر از جان خودش محافظت میکرد و همه صحابه از جان پیغمبر محافظت میکردن، نه اینکه خدای نکرده زبانم را پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ترسو بود، اصلا به این معنا نبود. این به خاطر اون شفقت بر مردم بود که وجود نازنین پیامبر اسلام در جامعه یک رحمت همگانی بر همه و حتی الامکان باید حفظ بشه. تشکر از شما. از نظر شیعه وجود نازنین امام زمان علیه السلام یک رحمت است بر امت و بر جهان و این باید محافظت بشه و امام زمان علیه السلام دستور داره از خودش محافظت بکنه و سر وقتش قیام بکنه، نه سریعتر. آقا حسن قیام بکنه، آقا حسن عزیز رو بر امت ناتمام گذاشته. آقا حسن گرامی تشکر میکنم از شما، مطلب شما رو کاملا دریافت کردیم. شما در مورد شما اشکالی صحبت من دارید بفرمایید، من همینجا روی پاسخ بدم. من تشکر میکنم از شما. انشالله جناب استاد توضیحاتی در این مورد خواهند فرمود. شما به سوال ما پاسخ ندادید. شما علت ترس شیعیان از ظهور امام زمان رو بیان فرمودید که شیعیان میترسن که به وجود مبارک ایشان آسیبی وارد بشه. آقا حسن از بزرگوار، شما که منظور من رو متوجه نشدید. باشه، پس ما انشالله سعی میکنیم که منظور شما رو متوجه بشیم انشالله. تشکر میکنم. تشکر میکنم. من تشکر میکنم از شما. من اینجا یک نکته رو اشاره بکنم جناب مولانا، من از یعنی دوران کودکی تا الان در سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هر موقع مطالعه کردم، این نکته خیلی جلب توجه میکنه که صحابه و اهل بیت میگن که در جنگ ها ما همیشه وقتی که شدت جنگ میشد، دشمن به ما حمله میکرد، ما به پشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میرفتیم و به ایشون پناه میبردیم، در حالی که برادرمون آقا حسن برعکس این مسئله رو بیان کردن. آخرین تماس رو میگیریم چون وقت کمه. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید، لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ از تاجیکستان زنگ میزنم. بفرمایید برادر عزیز ما از تاجیکستان. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز و گرامی، علت ترس امام زمان از اینکه ظهور نمیکنه چیست؟ علت ترس امام زمان اکای انصاری بفرمایید. الو اکه تاجیک، لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید و با گوشی تلفن با من گپ بزنید. بیننده عزیز، خب من عذر میخوام از ایشون. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری، بفرمایید. بیننده گرامی خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من علی هستم، از مشهد زنگ میزنم. آقا علی از مشهد، بفرمایید. بیننده گرامی، علت ترس امام زمان از ظهور چیه؟ اول اینکه من خیلی شما رو دوست دارم، وقتی که تو صفحه تلویزیون میبینم واقعا خیلی خوشحال میشم
یکی شما آقای انصاری، یکی آقای سید عقیل هاشمی شبکه کلمه و همه استادان دوست دارم. مثلا شما دو تا بزرگوار رو به علت اینکه وقت شما رو میبینم میگم با خانواده میگم اینها آمدن و قوم و قومیه ها داره میلرزن. الحمدلله. و خیلی واقعا شما رو دوست دارم. و اینکه شما میگین علت ترس امام زمان، اصلا به اعتقاد من امام زمان وجود نداره. وقتی که دین خدا کامل شده، بله، خداوند عظیم قرآن رو نازل کرد و پیامبر خدا اصلا به پیامبری مبعوث شد و دین کامل شد. اصلا به نظر من اصلا مهدی وجود نداره، مهدی اصلا لزومی نیست که بیاد و دین خداوند کامل شده و ما انسان ها باید دین خدا رو به طریقه پیامبر خدا صلی الله علیه و در زندگی ما پیاده بکنیم و کامیاب بشیم. بله. در غیر این صورت اصلا لزومی نداره که حضرت مهدی باشه. اصلا به نظر من اصلا حضرت مهدی نیست. بله. تشکر میکنم آقا علی بزرگوار از شهر مشهد. تشکر از شما برادر عزیز. خیلی شما رو دوست دارم. زنده باشید. الله متعال شما رو دوست بداره. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. جناب حضرت مولانا، فکر کنم آقا علی جواب حسن آقا رو داد که گفت که بعضی از امور دین تکمیل نشده و در آینده بعضی از امور رو پیامبر صلی الله علیه و آله بیان نکردن که امام زمان میاد و در آینده تکمیل میکنه. بفرمایید. من در مجموع این چند تا تماسی که بود از برادران شیعه من واقعا تشکر میکنم از ایشون. جناب آقای حسن بود که تماس گرفته بودن، واقعا مؤدبانه مطالبی رو مطرح کردن و همچنین بیننده قبلی که من اسمشون یادداشت نکردم، نمیدونم اسمشون، آقا جمال بودن، آقا علی بودن از مازندران، آقا حسین از ایران و محمود از بوشهر. علی از مازندران فکر کنم شاید بودیشون. چند نکته در اینجا قابل توجه، من میخوام به این نکات بسیار یک اشاره کوتاهی داشته باشم. مولانا فقط وقتمون تمام است. اول این که من خصوصا روش من در این برنامه و برنامه‌های دیگری این است که پیش داوری نمی کنم و خودم یعنی برداشت خودم رو از روایت غالب نمی کنم بر بیننده. همین روایت رو مطرح کردم، من همین برداشت رو از آقای محسنی و از آقای مجلسی اینا رو مطرح کردم و روایتی که صحیح بود درباره علت غیبت امام زمان، روایت 18 در اصول کافی در این باب و همچنین روایت 5 و 18 در بابی که در کتاب بحارالانوار، اینها رو خود آقای محسنی گفته بود که اینها معتبر هستند و این روایت رو که من قبلا چندین روایت رو در این زمینه من نشون دادم. و این که شما میفرمایید که علت این ترس یک چیزی دیگر بوده و ترس نبوده، امکان نداره که امام زمان بترسه، این در واقع یک نوع اجتهاد در مقابل نص هست. اجتهاد در مقابل نص که این قابل پذیرش نیست، با توجه به این که بزرگان شیعه اومدند و این روایت رو تصحیح کردند. وقتی که یکی از علمای بزرگ شیعه مانند مجلسی یا این محسنی یا کسی دیگری اینو تصحیح کردن، برای کسانی که مقلد هستند که جایی برای تردید باقی نمیمونه. این یک مطلب. دومی که ایشون گفتند که توضیح دادند که امکان داره که علت ترس امام مهدی این باشه که ایشون میترسیدن اگر کشته بشن نه به خاطر خودشون، به خاطر دین خدا کشته میشدن. اولا این که خداوند متعال گونه که در کتاب عرض میکنم عقیده شیعه است، ائمه یک بابی رو در اینجا در این کتاب آقای کلینی مطرح کرده و عنوان بحث به این عنوان که ائمه میدونند که چه زمانی میمیرند و بدون از اذن خودشون و بدون از خواست خودشون نمیمیرند. دقیقاً میدونند که چه زمانی میمیرند و تا زمانی که نخواهند و نمیمیرند. این یک مطلب. مطلب دوم این که مگر همین امام زمان ایمان نداشت به این که خداوند متعال ایشون به عنوان امام 12 مبعوث کرده، مگر خودش به رسالت خودش ایمان نداشته خداوند متعال ایشون رو مبعوث کرده که تا دنیا را پر از عدل و داد بکنند؟ چگونه میترسند که کشته بشوند و رسالت الهی قطع بشه؟ ایشون رسالت دارند، ایشون وظیفه دارند، حجت الله متعال هستند. ده ها و صدها روایت شیعه دارند که ایشون آخرین نفری هستند که در دنیا زنده میمونند و این رسالت رو میرسونند، دنیا رو پر از عدل و داد میکنند. پس بنابراین این هیچ گونه توجیهی و وجاهتی رو نداره که شما بفرمایید که بله چون که امام زمان از خودشون نمیترسیدن به خاطر دین خداوند متعال در واقع میترسیدن. و این مطالبی بود که در واقع در این صورت این نکته هم که در ایشون فرمودن که ایشون میاد دین الله رو کامل میکنه، بعضی موارد رو پیامبر نفرمودن و گذاشتن که کسی، این فکر کنم در تضاد با آیه ای است که الیوم اکملت لکم دینکم که آقا علی از مشهد بهش اشاره کرد.
من از سخن ایشون این گونه برداشت کردم که احکام به صورت تدریجی نازل شده، یعنی وقتی که نازل میشد ایشون رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو در واقع بیان میکردند و این استدلال کردند که چون که وقتش نرسیده پس بنابراین هنوز اعلام نکردند. این در واقع وقتش رسیده. الان 1200 سال هست که مردم بنابر اعتراف خود آقایون هیچ گونه لطفی را و هیچ گونه منفعتی رو از احکام دین از امام مهدی دریافت نکردند. مردم بنابر اعتراف آقای محسنی دارند از اجتهادات اشتباه مجتهدین دارند استفاده میکنند و این خودش یک نیازی هست، فعلا باید موجود باشه و عدم وجود امام زمان به معنی عدم وجود احکام شرعی و مستندی هست از جانب الله متعال، بدین معنی که ما فعلا مکلف نیستیم، چون که دین خدا رو از طریق قانونی، از طریق امام زمان، از طریق معصوم فعلا به ما نرسیده و اون چیزی که در اختیار ما هست اجتهادات نادرست و ناصائب در واقع مجتهدین هست. بله، جزاکم الله خیر. و این مطلب رو هم من اینجا اضافه بکنم، مطلبی که شما فرمودید شاید که آقا حسن و غیره نشنیدن این رو، که آقای آیت الله محسنی در صفحه، دوستان عزیز اگر نشون بدن، در صفحه 223 علت الغیبه مشرعه بهارالانوار میگه که ولا يمكن القول بانتفاعنا منه علیه السلام فی زمن الغیبه. هیچ امکان نداره که ما بگوییم که ما در زمان غیبت از امام زمان علیه السلام استفاده میبریم فی امور دینیه، در امور دینی. و تنها کسی این حرف رو میزنه که من سلب الله عقله، کسی که الله سبحانه و تعالی عقلش رو گرفته باشه، یعنی دیوانه باشه. و اون برادرمون که علی بود از مازندران بود، از کجا بود، گفتند که شاید ضعیف باشه این روایت، شاید ضعیف باشه. ما اومدیم بررسی کردیم این روایت رو و اقوال علمای شیعه رو در این زمینه ما بیان کردیم که اینا صحیح است، موثق که صحیح است. حداقل یک روایت در اینجا صحیح بود، یک روایت هم در اصول کافی که از مجموع 9 روایت 2 روایتش رو معتبر گفته بود. در اینجا هم چندین روایت رو، حداقل 4 روایت رو از خود کتاب اصول کافی من نشون دادم برای شما که در واقع در حداقل در 4 روایت فقط در همین یک باب علت غیبت امام زمان را خوف و ترسیدن از قتل بیان کردند و حتی آقای مجلسی در جلد 53 صفحه 171 کتاب خودش یکی از نامه‌های امام مهدی رو الخائف ذکر کرد، یعنی ترسو. نمیدون این کلمه الخائف رو یعنی به هر قاموسی که مراجعه بکنن به معنی ترسو میشه. بله. و اینم اون روایتی که جناب حضرت مولانا بهش اشاره کردن، دوستان عزیز اگر نشون بدن، الکافی جلد اول صفحه 340، اینم روایت 18 این باب. و به هذا الاسناد و به این اسناد احمد بن محمد الی آخره سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان لقائم غیبة قبل ان یقوم انه یخاف و اوأم بیده الی بیته، یعنی القتل. گفتن که امام میترسه و اشاره کرد به شکمش که از پاره شدن شکمش میترسه. اینم دوستان نشون بدن مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول جلد 2 صفحه 52 از مجلسی که در مورد الحدیث الثامن عشر حدیث 18 موثق کصحیح، موثق کصحیح، موثق است مانند صحیح. اینم در مورد این حدیث. و من تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید و تشکر بی پایان از حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان که واقعا زحمت کشیدن و این مطالب علمی و مستند رو از کتب شیعه بیان کردن در موردی که امام زمان چرا میترسه. در یک جمله جناب استاد اگر که صحبت منم متقابلا از شما و تمامی بینندگان که عنایتی دارند و این برنامه رو دنبال میکنند از تمام شما سپاسگزارم. الله متعال یار و نگهدارتان باد و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی این توفیق رو به تک تک ما و شما عزیزان بده که پیرو به واقعی قرآن کریم و سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. از جمله بندگانی که الله سبحانه و تعالی در مورد آنها میفرماید که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.